اگه بهم میگه شیر به شیر واقعی چی میگی؟ ای احمقا، اومدین مبارزه کنین؟ کی جرأت کرده جلوی من وایسه؟ هر کی قدرتشو داره بلنشه جلوی روی من وایسه. منو هر جا میخوام منتقل کنن، اما من یه چیزی رو فراموش نمیکنم، اینکه وظیفه ای رو که به محول شده از ته دل انجام میدم. پس به پر و پای من نپیچین، من یه پلیس هندی ام. برید ببینم، برید. گوش کنید، معاون کمیسر پلیسی که قراره امروز بیاد اینجا حال خیلی از مجرمای تامیل نادو رو جا آورده. بهتره شما دست از پا خطا نکنید. Excuse me, sir. ஒரு autograph, sir. I'm Vidya, sir. காலையில ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஆட்டோகிராஃப் கேட்டா நீங்க போடாமலே போயிட்டீங்க. ஏதோ சும்மா கேக்குறேன்னு நினைச்சேன். சீரியஸா நின்னுட்டு இருக்க. ஏன் ஆட்டோகிராஃப் வாங்கி என்ன பண்ண போற? ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்ல 10 ரவுடிகளை தூக்கி போட்டு மிதிக்கிறதுக்கு எந்த போலீஸ் ஆபீசருக்கும் தைரியம் கிடையாது. According to me, you're a hero in the police department. துரை சிங்கம். I like lions, sir. பொண்ணுங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கம் வர கூடாது. அப்ப வீட்டு பக்கம் வரலாமா, சார்? ஓவரா பேசினா எனக்கு பிடிக்காது. அப்போ ஊர்மா போய் பேசினா ஓகேன்னு கேளுங்க, சார். قربان، ما شنیده بودیم که شما افسر بسیار جدی هستین، اما نمیدونستیم یه تنه میتونین حساب 10 نفر رو برسین. اونا کی بودن؟ برای چی به من حمله کردن؟ چیزی فهمیدین؟ ما تحقیق کردیم قربان. انگیزه‌ای که باعث این حمله شده مسخره است. اونا از رنگ آبی پیرهنتون خوششون نیومده، به خاطر همین بهتون حمله کردن قربان. چی؟ از رنگ پیرهن من خوششون نیومده. حالا که اینطوریه ولشون کن. اما من براشون پرونده درست کردم. اونم پارش کن. پاره کنم؟ شما که گفتین افسر خیلی جدیه. قربان، تمام اطلاعات مربوط به قتل کمیسر تو این پرونده. من که نیومدم پرونده قتل کمیسر رو بخونم، اومدم 2 ماه اینجا تفریح و استراحت کنم. از روز اول میخوای کار کنم؟ بی خیال. قربان، من شیرین نیواز هستم. ایشونم گروهبان هانومان. ایشون از طرف وزارت اطلاعات اینجا هستن که به شما کمک کنن. تا چند وقت نباید کسی از این چیزا اطلاعی داشته باشه. بله قربان. اون پرونده نباید رو میز باشه. تمام اطلاعات اون پرونده رو باید بریزی توی لپتاپ من. بله قربان. اطلاعات و سوابق کاری همه پرسنل اینجا رو میخوام. مال صبحش هم همینطور. بله قربان. دیروز که اومدم اینجا یه نفر بهم زنگ زد. اسمش شیوا بود. قربان، اون از افراد ردیه. منظورت همون تاجر است؟ بله قربان.
مادو سوهانگ ردی، تاجری که با زور و ایجاد رعب و وحشت تمام شهر رو کنترل میکنه و یکی از اون گردن کلفتاست. یکی از حامیان رامپرساد وزیر عمرانه. بدون رضایت ردی نه یک کانتینر میتونه به این شهر بیاد و نه بیرون بره. و افرادی که باش هستن خیلی میرسه، اما کسایی رو که علیهش هستن نابود میکنه. این یکی از اصول کاری اونه. شما عقل کلتون نیست؟ رو افسر پلیس دست بلند میکنین؟ اون افسر اومده اینجا که قاتل کمیسر رو پیدا کنه. اون وقت شما باهاش در افتادین؟ اگه شما رو به جرم قتل زندانی کنه چی کار میخواین بکنین؟ اگه با افسر پلیس در میافتین باید پیروز بشین. برید گم شین. با آقای ویتال زنگ بزن. سیدنی، استرالیا. آقای ویتال پرساد، رئیس و مدیر عامل شرکت ویتال، 22مین فرد ثروتمند هندوستان و مقیم استرالیا. پدرش رام پرساد وزیر عمران و مادرش ربکا که یک زن انگلیسی. استیو خانمش تو دفتر منتظرن. بگو نهارشونو بخورن. از اونجا که اون تمام قطعات فولادی رو که برای 4 کارخونه استیلسازی خودش در هندوستان لازم داره از استرالیا وارد میکنه، دولت استرالیا امتیازات ویژه‌ای در زمینه صادرات و واردات براش قائل شده. سلام ویتال. غذا چطوره؟ خوشمزه است. توافقنامه کجاست؟ چی؟ مثلا چی کردنی؟ کدوم توافقنامه؟ که تو با همراهی دانشگاه پزشکی ملبورن علیه من امضا کردی. این روشیه که میخوای با من در پیش بگیری؟ باشه میگم. تو صندوق بانک. کدوم بانک؟ ملبورن. ببرینش ملبورن. من اون توافقنامه رو تا امشب میخوام. ویتال خواهش میکنم برش کن. I'm sorry baby, but your husband forced my hand on you. If he was an Indian husband, he would have confessed to me at the very first slap on his wife. Divorce him. I'm sure you'll get good guys for your numbers. I'll get you a top-notch treatment. Don't worry about it. ببینم چه جوری زخمی شد؟ از طبقه 4 افتادم پایین. نه، تو از طبقه اول افتادی. خیلی خوب. بگین هلیکوپترم بیاد. Hello, my son. Mom, is Dad with you? Darling, it's Vitu. Dad Reddy called me from Vizag. He was complaining about some police officer and CBI and blah, blah, blah. Everything happened because of the Home Minister. CBI director and not a friend. நான் பாத்துக்கிறேன். Then deal with it. ببینم گروهبان ویرا کجاست؟ قربان رفته دنبال سونا. اون که خیلی داد و بیداد میکنه. உங்களை அவன் டாவடிக்கிறான். அவ பேஸ் அவ ஷேப் மொத்தத்துல இழுக்குது வந்தீங்க. கல்யாணமே வேணான்னு இருந்த எங்க அக்காக்கு உன் மேல காதல் வந்துருச்சுடா. இவன் யாரோ வந்தது எதற்காக? சிரிக்கின்றான் ரசிக்கின்றான் எனக்காக. அத என்ன இது இப்படி மாட்டிக்கொண்டேன். தங்கமே தங்கமேன்னு பாட்டு பாடின உடனே நானும் ரவுடி தான் நினைச்சியா? நான் போலீஸ்டி உன்னை கைது பண்ண வந்திருக்கேன். நீ போலீஸா இருந்தாலும் சரி,
ஃபூலிஷா இருந்தாலும் சரி எனக்கு உன் மேல காதல் வந்துச்சு. ஐயோ ராமா, முதல்ல நீ என் கழுத்துல தாலிய கட்டு, அப்புறம் என்ன அரெஸ்ட் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் என்ன அட்டாக் ஐயோ நான் வயசுல கம்மி, ஆனா பாக்குறதுக்கு ஜிம்மி. ஐயோ நான் உன்னை விட ஒல்லி, ஆனா பாடுறதுல கில்லி. எங்க அக்கா கண்ணி போடா எஸ் பண்ணி. ஏய் நீ சைஸ்ல ஒல்லியாவும் பாடுறதுல கில்லியா இருந்தா உன்னை அக்கா விரும்புறாங்க. நான் பாடின பாட்டு தான் உங்க அக்காவுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா இந்த பாட்டை ஒரிஜினலா பாடினது அனிருத்துடா. அவர் என்ன விட ஒல்லியாவும் செம ஸ்டைலா இருப்பாரா. அவரை தூக்கி உங்க அக்காவுக்கு கட்டி வைங்கடா. کی رو پرونده قتل کمیسر کار کرده؟ من قربان. چرا موبایلی که آخرین بار ازش استفاده کرده تا حالا پیدا نشده؟ همه صحنه جرمو گشتیم اما پیدا نکردیم. حتی تمام اون اطرافم گشتیم اما پیدا نکردیم. من چایی آوردم. حالا خب بده. قربان رئیس جدید اومده. وای این که آقای سینگامه. شما اینجا چی کار میکنی قربان؟ مگه تو ایشونو میشناسی؟ معلومه که میشناسن. سینگام این شیر واقعیه. سینگام قربان منم از طرفداراتونم. تفکر بین المللی رو به سزاش رسوندین. تو زندانم حساب خیلی رسیده، همه رو پیچوندی به هم دیگه. میدونم قربان، من خوب شما رو میشناسم. قربان رسید حال خانمتون چطوره؟ ایشون ازدواج نکردن. چی میگی شیرو؟ موقع عروسی رئیس من تو اون ده بودم. حتی هنوزم عکسای عروسیشونه که تو روزنامه چاپ شده بود دارم. میخوای ببینی؟ میخوای بهت نشون بدم؟ میخوای ببینی؟ قربان ببخشید همسرتونم اومدن؟ نه. ای با چرا؟ دیگه با هم نیستیم. چرا قربان؟ ما جدا شدیم. آخی چرا؟ بیا تا بهت بگم. قربان نه ببخشید قربان، من معذرت میخوام. ببخشید قربان، ببخشید من ویرو هستم. الانم میرم دیگه هم مزاحم نمیشم. میخوام افسر پرونده قتل کمیسر رو ببینم. ایشون تو مرخصی پزشکی هستن. اما اون دیگه کاری به پرونده نداره. مگه شما میشناسینشون؟ چرا نگران شدی؟ بالاخره باید ببینیمش. خب حالا این محل جرم کجاست؟ بریم یه نگاهی بندازیم. البته نه برای تفریح، برای بررسی و تحقیق. நீங்க வேணா அந்த நெட்வொர்க் ரிப்போர்ட் எடுத்து பாருங்க சார். நீங்க இன்னும் பார்க்கலையா? Supersonic, let the rhythm flow. Famare nare energy tonic. Sone supersonic. Man, you better move. What you say, man? Ane rumba unique. Nada onnada pottu paaru vida konde na varuvenda. Nota chatte natti pidi ke pata pangane nenjenda. Tera baitale tension tanda tera ragave nippenda. Zala patta kaye mogatil nalo patta singala. Sonne supersonic. Famare nare energy tonic. Sonne supersonic. What you say when on it rumba unique. ராத்திரியும் ராபேரியும் ஒன்னா என் மண்டக்குள்ள நியூரான்ஸ் எல்லாம் ஏதோ ஒன்ன தேட. ராத்திரியும் ராபேரியும் ஒன்னா சேர்ந்த கூட என் மண்டக்குள்ள நியூரான்ஸ் எல்லாம் ஏதோ ஒன்ன தேட. Sone
सोने सोने सुपर सोने वच्चे से मेरा ने रुपा योरो ये बुत्ते कन्नुम 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 ये बुत्ते कन्नुम பொன்னை மட்டும் அல்ட்ரா ஸ்கேனிங் பண்ணும் இவன் எங்க ஓடி போனாலும் என் ஜிபிஎஸ் மின்னும் இதான் நம்ம அங்கம் நீ சீண்டு நான் பங்கம் வேண்டா ஒரு சங்கம் நான் ஆயிரம் sore sore es sore sore es sore بگو یه نفر بایسته اونجا. برو جلوتر. خوبه همونجا بایسته. آماده؟ شلیک کن. حالا هلش بده. کافیه. دوباره. از این زاویه شلیک کن. حالا خب بریم. من بدبخت اگه از همسرش پرسیدم خواستم حالشو بپرسم فقط همین اما اون با بیرحمی مجبور کرد یک قاطر بیریخت و شما کمیسر ویرا هستی؟ چی گفتی؟ وای خدایی من کمیسر ویرا کمیسر ویرا شما واقعا فکر کردین من کمیسرم نه والا سرگرد یکم دیگه کوچیک‌تر یه خورده دیگه کوچیک‌تر حالا شاید خیلی خوب حالا تو برای چی اومدی اینجا؟ اومدم سینگامو ببینم. منظورت کدوم سینگامه؟ معاون کمیسر سینگامو ببینم. کمیسر سینگام؟ تو چطور جرأت کردی اسمشو به زبون بیاری؟ من با اون آشنام همینجوری حرف میزنیم. ای قربان یکی از آشناهاتون اومده خیلی هم تکنولوژیش بالاست. سلام روزتون بخیر. ஆமா and photograph எடுத்தா close friend. اینانی بگو برای چی اومدی اینجا؟ خب شما بگین کجا برم؟ چی میخوای؟ قربان من افسرهای پلیس شجاعی مثل شما رو به عنوان قهرمان میشناسم و به زندگی شما علاقه دارم. این حرفا هیچ معنی نداره. من علاقه‌ای به شهرت ندارم. اما شما شهرت داری؟ هی تو از کجا میدونی؟ من تمام اطلاعات مربوط به شما رو دارم. همه مردم حرف شما رو میزنن و میخوان در مورد زندگی شما بدونن. ساکت. خیلی حرف میزنی. عقل تو از دست دادی؟ قربان ببخشید بیرون. من نمیدونستم من حوصله نداریم وگرنه نمی اومدم. باشه بعدا میام. هر کی بیاد تو باید برش داری بیاری اینجا. قربان مادر بزرگم میگفت مردا حرف راست میزنن ولی زنها مادر بزرگت کجاست؟ اون دنیا. پس تو برو پیشش. எல்லாரும் முன்னாடியும் ஃப்ரெண்ட்னு சொல்றதுக்கு கூச்சப்படுறாரு. ஆனா எனக்கு இந்த கூச்சம் அச்சம் நாணம் மடம் பயிர்ப்பு வெக்கம் எதுவுமே கிடையாது. எனக்கும் வெக்கமான சூடு ஜொரன ஒண்ணுமே கிடையாது. அது அப்படியே போற வழியில என்ன கோர்ட்ல இறக்கி விட்டுரு. بفرمایید. کاویا هستم از شرکت ایندیا سایکلز. بفرمایید. 2 تا چک امضا شده از دفترم گم شده. مبلغشو ننوشتم. میدونین امضا کردن چک خاری درست نیست؟ بله میدونم اما توی مواقع ضروری این کارو میکنم. اول از همه باید به بانک اطلاع بدید. بازرس از همه افراد شرکتشون بازجویی کنید. به همه بگید چکا باید پیدا بشه. چشم قربان. به نظر میاد گم نشده. عمدن برداشته شده. برای خب சார் இங்க உள்ள கடைகள்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு சார். என்ன? அது காப்பில கஞ்சாவை கலக்குறாங்களா, ஐஸ்கிரீம்ல அபின கலக்குறாங்களா. வா எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பாத்துருவோம். சார் வீரம் சார் எங்க இருக்காரு? சிஎம்ஆர் மால்ல. என்னங்க நம்ம அபிய காணோம். قربان نگاه کنین افراد ردی بچه رو دزدیدن. بچه
اون بچه منو دزدیده داره میره. صبر کنید وایسا ببینم چی کار داری میکنی. کجا ببینم تو افسر گمرک هستی مگه نه؟ شنیدم جنسای ما رو گرفتی و نمیذاری رد بشه. اینا بگیر و امضاش کن. تو همینجا وایسا. به بچم چه ربطی داره؟ میدونی اون کانتینر مال ردیه؟ اون به این آسونی ها ولت نمیکنه. شما امضا کنید. میشه بدونم شما کی هستی؟ هی ویرا، معاون کمیسر تو افسر پلیسی داری از اینا حمایت هیچ کس نمیتونه جلوی کانتینر ردی رو بگیره. دخترم بچه‌مو ول کنین، یه کاری بکن زود باش دیگه. من این برگه ها رو امضا نمی کنم. امضا نمی کنی؟ پس اینو ببین. امضا نمی کنی نه؟ بگم یک کم دیگه گلوی سرت تا فشار بده. داشتیم حرف میزنیم. به خاطر انداختن زن و بچه مردم توی اصول من نیست. اونا مثل خواهر و مادر خودته. باید بهش احترام بذاری و آبروشو حفظ کنی. شما برین. حساب این آشغالو برس. قربان فیتیل پیچش کن تا دیگه از این غلطا نکنیم. اینقدر جرأت پیدا کردیم؟ عالی. اگه الان بذاری این 4 کانتینر بره میتونیم 400 تا کانتینر رو بگیریم. کانتینر را کرد، امضاشو گرفت، ماشین رو آماده کنین. برین صداش کنین. بگید بیاد اینجا. قربان اینم مربوط به هم بفرمایید. قربان چه؟ ردی میخواد شما رو ببینه. بگو بیا تو. قربان شما باید برین دیدنش. قربان ردی تا حالا پاتوه داره، پلیس نذاشته، به خاطر همین شما باید برین دیدنش. بگو نمیتونم بیام. چشم. معاون کمیسر گفته نمیتونه بیاد. زودتر سوار شین. بفرمایید. الو. های ردیم، سینگام هستم. بگو. شما حرفای منو زود متوجه میشین. نمیخوام کسی بفهمه آدم شما. به خاطر همین نیومدم بیرون ببینم تو. فهمیدم. پس میتونی بیای خونه. البته مطمئن باشید اون روز به یاد موندنی خواهد بود. متوجه نشدم. یا روز تولدتونه یا سالگرد ازدواجتون. چرا همه بیکار نشستن؟ ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ دارم شکلات کاکائویی میخورم. اون که شکلات گردوییه. این کاکائوییه، این مدل گردوییشه. آخه چه صفت من مسخره میکنی؟ اینجا یه عالم کار ریخته. من تو اینجا نشستی شکلات بازی. وایسا ببینم. ابله چی شده؟ فکر کنه من احمقم نشسته اونجا از زیر کار در میره. منم حسابشو رسیدم. خیلی خوب بیا حالا این پرتقالو بخور. خیلی ممنون. این که نارنجیه.
این نارنگیه اونم شکل همینه. خب فکر کن پرتقاله. خب پس این چیه؟ این نارنگیه اینم نارنگیه، یعنی فرق نارنگی ها رو تو نمیفهمی با پرتقال؟ آخه خاک برکر اچل خورن میزنیدی ما با کله طرف پیش ببیرم یارم کارتون باز خواهد. قربان این گزارش پزشک قانونیه. طبق تحقیقات انجام شده مشخص گلوله‌ای که به کمیسر شلیک شده از یه اسلحه ساخت داخل بوده. این چه اسلحه‌ای ساخت داخل کجا پیدا میشه؟ قربان راوی تو کار اونجور اسلحه هاست. بازم میبینمتون. بله حتما قربان. قربان ویدیو اومده انگار بالکن شما نیستم. சார் நான் உங்களை தான் பார்க்க வந்தேன் சார். என்ன பப்ளிக் பிளேஸ்ல பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு அப்போ பிரைவேட் பிளேஸ்ல பக்கத்துல உட்காரலாமா சார்? எழுந்திரி சார் எழுந்திரி. நான் உங்ககிட்ட தனியா பேசணும் சார். எதுவா இருந்தாலும் இங்கேயே சொல்லு. நான் உங்களை லவ் பண்ணல சார். تو چرا دوباره مزاحم شدی؟ رئیس علاقه‌ای به شنیدن حرفای تو نداره. بسه از اینجا برو. ببخشید قربان کجا برم؟ برو ببین اتاق استراحت کجاست. چشم قربان. قربان من واقعیت رو بهتون میگم. قربان این کپی مدرک تحصیلی منه، اینم بلیت شرکت تو آزمونه و اینم کارت شناساییمه. قربان میخوام تو آزمون ورودی پلیس شرکت کنم. به خاطر همین همه جا دنبال شما میان. کارهای لازم انجام بده. باشه خانم. اون روز که اومدی اداره چرا کارت شناسایی تو نشون ندادی؟ خب مثلا کارت شناسایی نشون میدادن چی میشد؟ خواستم بیام ایستگاه قطار جلومو گرفتین، خواستم بیام اداره پلیس جلومو گرفتین، حتی نذاشتین بیام اینجا. الو فوراً میخوام ببینمت. من همین نزدیکیم. الو شرکت ما اینجا یه اتاق مهمان داره، اتاق 406. ببخشید اتاق استراحت کجاست؟ اونجا. خیلی ممنون. ببینم من اتاق استراحت میخوام، تو من توالت نشون. آره دیگه. اتاق مهمان، اتاق کنفرانس، دستشویی، توالت، همه چی سر جاشه. نمیدونم اتاق استراحت کجا. آبدارخونه واسه آب خوردن یه اتاق گذاشتن. عجب. اون روز تو اداره پلیس به دروغ گفتن که چکا گم شده. میدونستم. میخواستم تو رو ببینم، بالاخره برای دیدنت یه بهونه‌ای لازم بود. شما گفتین برای اینکه پسر بیاد دختر رو ببینه باید یه بهونه‌ای داشته باشه. باید 406 باشه. ای وای تو اینجا چی کار میکنی؟ تو چرا همش اینجا ول میگردی؟ من از پیش رئیست میام. چی شد؟ بالاخره من اخراج کرد. میدونی من فقط دلم به حال تو سوق گفتم این کاری برات کرده باشم. நீ ரெஸ்ட் எடுத்த ரூம்ப காட்டு. நான் ரெஸ்ட் ரூம பார்க்கணும். எங்க சாரும் அங்கதான் ரெஸ்ட் எடுக்க போறாரு. உனக்கு ரெஸ்ட் ரூம்னா என்னன்னு தெரியுமா? என்னது? It's a toilet. Toilet? Yes. You mean gaggoos? قربان دنبال تو. من رفتم. قربان اون زن اومده بود شکایت کنه. میدونی اون کیه؟ اون همسرمه. اما شما که طلاق گرفته بودی. خوشبخت بشی. முதல் முறையாக பெண்ணே உன்னை பார்த்தேன், நான் முழுவதுமாக என்னை அன்றே தோற்றேன். ஒரு முறை நானே ஒன்று கேட்டேன், என் உயிருடன் நானும் உன்னை இன்று சேர்த்தேன். நீதானே நீதானே என் தாய் போல தூங்காத செய் போல புறத்தா
குற்றம் நான் செய்ய I can remove it. Why can't you? I'm an Indian woman. We have our sentiments. Okay. حالا که تازه ازدواج کردی اصلا دوست ندارم بفرستم جایی که پر از دردسره. میفهمی؟ قربان اگه ایارتی توی همسایگیمون از ما کمک بخواد این باعث افتخارمونه. در ضمن ما افسر پلیسیم، باید به وظیفمون عمل کنیم. خیلی خوب. اگه تو رو با خودم ببرم اونجا همش باید با استراب کارم انجام بدم. فقط 2 ماهه. باشه برو. تو این 2 ماهو برو پیش پدر و مادرت. اگرم خواستی برو پیش پدرت کار کن. یه فکری به ذهنم رسید. به جای اینکه برم سر کار میرم کارخونه پدرم توی پاتناما. میتونم توی هتل بمونم، نمیام دیدنت، نه باهات تماس میگیرم. اگرم بخوام تو رو ببینم نمیگم کیم. اینطوری حداقل دلم خوشه که نزدیکتم. باشه. خیلی مواظب بودم که کسی نفهمه خانمم اینجاست. نمیخوام کسی در مورد خانواده‌ام چیزی بدونه. به خاطر مسائل امنیتی مجبور شدم بگم که من از همسرم جدا شدم. شما فوق‌العاده این قربان. همسرم فوق‌العاده است. گروهبان بیهوش شده. چی شده؟ قربان دلش درد میکرد، رفتم از داروخونه براش دارو گرفتم، اونا رو خورد بیهوش شد. پس چرا وایسادین تماشا میکنین؟ ببرینش بیمارستان. بله زود باشین کمک کنین. عجله کنین. یکی باش بریم. ببینم اون چه دارویی خورد؟ از این قربان. مسکن. شیرین آواز. این قرص رو توی اینترنت بررسی کن. تاریخ انقضاش هم پاک شده. بله قربان این یه قرص استرالیاییه. یه قرص استرالیایی؟ پس وارداتیه. بفهم این قرص چجوری رسیده به داروخونه، کی پخشش میکنه، همه جزئیات رو میخوام. پس به هم زنگ بزن، کسی نباید شک کنه. این قرصا رو کی براتون آورده؟ بگو شیری میشنوم. قربان بابورام اینا رو پخش میکنه. از بابورام بپرسین دارو از کجا میرسه به دستش. تا نیم ساعت دیگه بهتون زنگ میزنم. قربان مجوز ندارن، یه انبار داره که از اونجا قرصا رو پخش میکنه. خب ببین از کی میگیره؟ از یه نفر به اسم پروباکار که از ارشد ردیه. خیلی خب بیشتر از این پیشو نگیر. برگرد برو اداره پلیس. تعریف کنید. بهم گفت فوراً باید یه جایی بره. چی شده؟ یه نفر نماینده مجلس رو کشته. فدیه بر نکشت. کریشنا راج گفته که اون اصلا زنگ نزده. این مرد 3 بار اومده بود دیدن کمیسر. شما اینو میشناسین؟ 1000 نفر می اومدن دیدنش. من چطور باید همه رو بشناسم؟ بچه‌ها بیاین اینجا. چرا؟ نه شما برین توی اتاقتون. گفتم برین توی اتاقتون. با اونا چی کار دارین؟ اصلا لازم نیست تحقیق کنین. اون دیگه مرده. کسی که رفته دوباره بر نمیگرده. چرا اینجوری میگین؟ افسر قبلی هم برای تحقیق اومده بود.
الکی با ما همدردی کرد، اما اصلا به فکر حل پرونده نبود. به عنوان یه مادر اصلا دلم نمیخواد دخترم درگیر چنین پرونده‌ای بشن. به محض اینکه درس بچه‌ام تموم بشه ما از این شهر میریم. بعد از این دیگه برای تحقیق به خونه ما نیاین لطفاً. خواهش میکنم. قربان همسر کمیسر دروغ میگه. چطور؟ کریشنا راج واقعا به کمیسر زنگ نزده بوده. کپی لیست مکالمات هر دو رو دارم. هیچ کجا شماره‌اش ثبت نشده. کریشنا راج مصرانه می‌خواست که ما لیست مکالمات از شبکه مخابرات بگیریم و چک کنیم. الانم که گرفتیم همه چی به نفع اونه. به خاطر همین بیشتر بهش شک می‌کنم. وقتی از همسر کمیسر سوال کردم با عصبانیت خاصی بهم نگاه کرد. یه عصبانیتی که با صداقت همراه بود. اونا از نفوذشون استفاده کردن و لیست مکالمات رو توی شبکه تغییر دادن. امکانش هست قربان؟ اونا میدونن این روزا خیلی از تحقیقات بر اساس اطلاعات گرفته شده از شبکه مخابراته. پس اونا هم میتونن. خب برای این کار باید مجوز شبکه مخابرات خب که چی؟ یعنی مجوز نمیدن وقتی به شرکتی که امسال 100 میلیون درآمدشه بگن سال دیگه درآمدت میشه 150 میلیون، به چیز دیگه فکر میکنه؟ حاضر نمیشه به خاطر منفعت خودش یه فداکاری کوچولو برای مشتریاش بکنه. اونا فقط به فکر خودشونن. ما کسی رو متهم نمیکنیم. اما شک میتونیم بکنیم. باید اون شبکه‌ها رو هک کنیم بدون اینکه متوجه بشن. فقط یه آدم خبره میخوایم. این سیستم بانک رو هک کرده و 1,800,000 روپیه دزدیده. قربان این عکسای خصوصی مردم رو میدزدیده. اینو ببرش. اینجور آدما رو با دست سقف آویزون کرد. عجب آدمای گندی پیدا میشین. قربان این شبکه مخابرات رو هک کرده. برای چی این کارو کردی؟ قربان قبض من 200 روپیه بود، اما اونا قبض 2000 روپیه برام فرستاده بودن. خیلی بهشون گفتم، خواهش کردم. اینم سیستمشون رو هک کرده و قبض 4 میلیون مشترک و 2 روپیه کرده. اینجوری میلیون ها روپیه به شرکت ضرر زده. واقعا که آفرین. بهش اتهام بزن که اینم توی قتل کمیسر دست داشته. بله قربان. شما دو تا سکر ببینم. شما دو کچلون اینجا چی کار دارید؟ ما یه شبکه اجتماعی و ارتباطی درست با اداره گاز؟ نه. با اداره آب؟ نه. با اداره مالیات؟ نه. خب پس چی کار دارین میکنید؟ یه سایت ازدواج. پس نیتتون خیره؟ ما فقط مشکلمون اینه که مجوز نداشتیم. ای وای. آدمای تنها بالاخره باید ازدواج کنن دیگه. باعث ازدواج جوونا شده. وگرنه کارمون برای یه نیت خیر. خدایا به هر چی کچل سلامتی بده. اگه توی تحقیقات بهمون کمک کنه این کاری میکنم فقط 2 ماه. چی کار باید بکنم؟ دوباره انجامش بده. حق با شماست قربان. ساعت 10 و 15 دقیقه از تلفن معاون کمیسر به کمیسر زنگ زده شده که 31 ثانیه طول کشیده که این تماس 12 ساعت بعد از شبکه پاک شده. ساعت 11 و 15 دقیقه سیگنال تلفن کمیسر باید تو محل قتل باشه، درسته؟ بله، سیگنال در فاصله 620 متری این برج بوده. خب چک کن ببینیم توی اون لحظه توی محل قتل سیگنال موبایل دیگه هم بوده یا نه. چند لحظه صبر کنید. یه شماره تو فاصله 300 متری دیده شده که تقریبا ساعت 11 و 16 دقیقه از اونجا رفته. 4 دقیقه تو اون محل بوده. شماره به نام مالایاس. نکنه قتل کار اونه؟ طبق گزارش پزشکی قانونی 4 نفر توی صحنه قتل بودن. شماره کریشنا راج از شبکه حذف شده، اما شماره‌های دیگه در منطقه محل قتل حذف نشدن. امکانش هست قربان. میشه اونا رو بازیابی کرد؟ 2 روز طول میکشه. انجامش بده. بله قربان. بازراست؟ بله. روزی که اومدم اینجا یه سری خرافکار اومدن استخبارم، میشه بازم اونا رو ببینم؟ بله قربان. جناب هکرخانه 94 98 76 83 از این شماره یه نفر چند بار به من تلفن کرده ولی بدون حرف زدن قطع کرده. منم بیشتر از 100 دفعه بهش زنگ زدم اما جواب نمیده. من یکی میخوام بدونم این یارو کیه. وای تو چجوری به این سرعت مشخصات اونو بهم دادی؟ اسمش پوشپا ویچیوادا، متولد 7 نوامبر 1990. یه لحظه هر روز به چندین نفر زنگ میزنه. اونام در طول روز 70-80 بار بهش زنگ زدن. شوخی میکنه. علاقه داره که مردم سر کار بذاره و بعدش قطع کنه. جالبه که تونسته این همه آدمو سر کار بذاره. یکی از شماره ها مال دهلیه. ای وای مال دهلی؟ پس این ماجرا همه جا ریشه دونده. پس در میون این همه آدم نجیب یه همچین دیوونه‌هایی هم پیدا میشن. خدا رحم کنه. وای 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 وای. வித்தியா சார் இருக்கிற ஜூம் பாரு முடிஞ்சா வந்து பாரு 4 நிமிஷத்துல அங்க இருப்பேன். என்ன சார் சாப்பிடுறோம்? black coffee and beer. سلام، صبح بخیر قربان. دختر تو هنوز امتحانتو ندادی؟ چرا هر روز مزاحم ایشو میشی؟ میخواستم این برگه رو برام امضا کنی. این چی؟ میخوام آموزش تیراندازی ببینم. آموزشگاه گفته حتما باید یه افسر پلیس گواهی کنه. دخترها نباید بیان توی همچین جایی. قربان شیوا اومد.
سلام بشین. قربان. من میدونم که تو ارتباطی با قتل پارسال کمیسر نداری، اما کسی که این کار کرده میشناسی. مطمئنم. چی میگی قربان؟ چرا منو وارد این بازی میکنی؟ کسی متوجه نمیشه. میتونی توی گوشم بگی. تو آدم ردی هستی؟ من آدم ردی هستم. چرا پای ردی رو میکشی وسط؟ منو که یه بار امتحان کردی. افسر پلیس خطرناکی مثل تو هیچ کاری نمیتونه در مقابل من بکنه. به چه جرأتی میتونی در مورد یه افسر پلیس اظهار نظر کنی؟ میدونی پلیس چه برای میتونه سرت بیاره که به راحتی بهش بی‌احترامی میکنی؟ اگه بخواد میتونه گلوله رو توی مغزت چلی کنه. چلی کنم؟ آره بگو. روزی که رسیدم اینجا این بهم حمله کرد. چیه؟ چی شده؟ کار تو بود مگه نه؟ تو اون روز آدماتو فرستاده بودی سراغم. آسپیران آبی من خوشت نیامده بود. من همه چیزو میدونستم، اما خودم عمدن سکوت کردم و منتظر یه فرصت مناسب موندم. حتما خودش کمیسر کشته. مدارک لازم و میشه از توی خونش پیدا کرد. دستگیرش کنیم. همه جا رو بگردین. سیباش؟ بله؟ ببین توی اون سطل برنج چی هست؟ ای اون برنجیه که واسه بچه هم خریدم، چرا اونا میریزی؟ قربان سلاح ها. قربان شیبا دستگیر شده قربان. تو چی گفتی؟ اینا همه دلارای استرالیان، تقریبا 700 میلیونه. ببینم تو کی هستی؟ 2 اسلحه توی سطل برنج، چمدونای پر از دلارای استرالیایی. گوش کن سینگام، در مورد اون اسلحه و دلارایی چی نپرس. اون دلارا پولای حواله‌ای که از استرالیا اومده. خواستی تو واسه از اونا رو بردار، فهمیدی؟ برمیدارم ردی. اگه لازم شد حتما برمیدارم. بریم. ای از دلارای استرالیایی وردار، برو واسه خودت شیرینی و قهوه بخر. در مورد شیوا چیزی نمیدونست، به خاطر همین رفته خونش. اون آدم خودمونه، اما شما چطور فهمیدی؟ دوربینای من تو کل شهر پاتنام همیشه فعاله، فهمیدی؟ احمق. کانتینرهای استرالیایی، داروهای استرالیایی و دلارهای استرالیایی. یه چیزی این وسط هست، مطمئنم. قربان در مورد آقای رئیس یه چیزایی اینجا نوشتی. ببینم چیه؟ پلیس فاسد در پاتنام؟ خوندی چی نوشته؟ نوشته که شما از آدمای نزدیک ردی هستین، این که شما ازش رشوه میگیرین و از وقتی اومدین اوضاع پاتنام خیلی بدتر شده. فقط این نیست قربان، نوشته تو هتل و اتاق 406 با یه خانم ناشناس ملاقات داشتی. هی اینا رو کی نوشته؟ یه خبرنگار به اسم آگنی نوشته. ممنونم. دوستان این آگنیه، معروف به ویدیو، یکی از خبرنگارایی که خیلی هم تحقیق میکنه. این آگنی رو بگیریم و 2 تا کشیده بهش بزنیم همه چی رو میفهمیم. بریم بیاریم. صبر کنین. اون چیزایی که فکر میکرده درسته نوشته. ما متوجه شدیم که قراره یه افسر پلیس از یه ایالت دیگه بیاد. ایشون هم در موردش تحقیق کرده و یه مقاله دربارش نوشته. ایشونو از دفتر مرکزیمون به این اداره فرستادن. الان تمام آندھرا پرادش به لرزه افتاده. کارشو کاملا سری انجام داده و هیچ کس ازش خبر نداشته. اول فکر کردم شاید از این آدمای عاشق شهرته، برای همین خودم یه طرفدار معرفی کردم، اما خیلی جدیه. بعد الکی گفتم میخوام تو آزمون پلیس شرکت کنم، اونم باور کرد. اتهام جدیدی علیه سینکام. شما چی داریم میگین؟ قربان شما باید فوراً بیایید اینجا. تو مقاله بعدی این عکسو چاپ میکنم، بعدش دیگه فرار میکنه از اینجا میره. همه چی رو شنیدم. من الان دارم میرم دهاتم. برای اینکه این اتهامی که بهت زده شده پاک بشه 10 تا از افراد منو دستگیر کن، فهمیدی؟ دستگیر میکنم ردی. دستگیر میکنم. این الان برای چی اومده اینجا؟ برای قربان. برای دیدن تو اومدم. فوراً بیا مهمونخونه وزیر ایالتی. به سوباش بگو جزئیات مربوط به مالاریا رو برام بفرستی. بله قربان. بیا اینجا. از این به بعد دیگه اینجا نیا. یکی در مورد من به اشتباه یه چیزایی نوشته که اگه بیای اینجا اسم تو هم خراب میشه. ازم دور بمون. هی سینگام اینجا چه خبره؟ من حرفای ایشونو باور نمی کنم.
در مورد پرونده قتل کمیسر هیچ پیشرفتی حاصل نشده. هیچ کدوم از افرادی که توی این ماجرا دخیل بودن هم دستگیر نشدن. وظیفه پلیس فقط دستگیری اون افراد نیست. پلیس باید قدم اشتباه بر نداره. اگه هدف فقط دستگیر کردن بود، افسرای اینجا هم میتونستن اون کارو بکنن. این پرونده رو برای چی دادیم به من متوجه نمیشم. روش کار من با بقیه فرق داره. تا حالا من فقط برای صید ماهی تور پهن کردم. خیلی زود همه ماهی‌ها توی صید میشن و پلیس قدرت واقعی خودش رو نشون میده. اون روز هیچ کدومشون نمیتونن از دستم در برن. حالا فهمیدم سینگام. تا هفته دیگه کار من تمام میشه. قاطرای کمیسر رو دستگیر میکنم، پرونده رو تحویلتون میدم و برمیگردم میرم. قربان، افسر پزشکی قانونی زنگ زده بود. 2 ماه قبل 2 تا افسر امنیتی کشته شده بودن. گلوله اونا با گلوله‌ای که به کمیسر شلیک شده یکیه. جزئیات ماریه چی شد؟ روز بعد از قتل بهانه ناراحتی کلی مرخصی پزشکی گرفته و رفته دهات خودشون. مرخصی پزشکی گرفته؟ دهاتشون کجاست؟ نزدیک ویجیناگر. رفته اونجا. چی شده؟ اون ظلم بزرگی کرد. جلوی چشم من جناب کمیسر رو کاشت. اون شب من همراه کمیسر بودم. بهم گفت ماشین رو نگه دارم. بعدش خودش تنهایی رفت. خیلی طول کشید. فکر کردم شاید مشکلی پیش اومده. رفتم ببینم چه خبره. دیدم که با ماشین خودش اومد. قد چطوری اتفاق افتاده؟ هی اینجا چه خبره؟ پس به حرفم گوش نکردی. خیلی با عصبانیت حرف می زدن. نمیفهمیدم چی میگن. گوش کن ردی، تو فردا توی زندون خواهی بود. فکرشو میکردم که ردی هم تو این کار دست داشته باشه. پس کار خودشه. قربان، من نمیتونم شاهدتون باشم. اونا اگه بفهمن خانواده‌مو میکشن. تو فعلا ساکت باش و برگرد سر کارت. زود باش. هر دو با هم مطابقت داره. بگو شیرین باز. قربان، تمام جزئیاتی که مالیا گفته درسته. سیگنال موبایل هر 4 نفر از همون برج بودن و دقیقاً 12 ساعت بعد همه رو از حافظه شبکه حذف کردن که ظاهراً به نظر میرسه تو خونه خودشون بودن. لعنتیا! میدونن چجوری تو شبکه نفوذ کنن، چجوری اطلاعاتو پاک کنن. ردی هم همچین هوش درستی نداره. یه ذهن هوشمند پشت همه ایناست. دوستان، این لیست تمام خرابکارای این شهره. از جیب برا گرفته، از بعد دزدا گرفته تا تمام کسایی که توی قتل کمیسر دست داشتن. تا امشب همه اینا باید دستگیر بشن. یه روز وقت داریم. بعد از اون مقاله تصمیم گرفتیم اقدام کنیم؟ شنیدم پلیس داره افرادتو دستگیر میکنه. خودم گفتم قربان، اون افسر از افراد خودمونه. نه نگران نباشی. پلیس حمله کردن. همه رو بگیرین. بگیرینشون. چیه بگو؟ تلویزیون رو روشن کن. معاون کمیسر تلفنش رو جواب نمیده. به جرم قتل کمیسر بازداشتت میکنم. این گزارش‌های اصلی شبکه مخابرات، اینم گزارش‌هایی که شما درست کردین. میدونی که من آدم ردی هستم. جرات نمیکشه این حرف رو میزنی؟ چرا معاون کمیسر پلیس رو دستگیر کردیم؟
دستگیرش کنیم. سینگام معاون کمیسر کریشناراج رو برای چی بازداشت کردی ها؟ هیچ کمیسری، هیچ نماینده‌ای، هیچ وزیری به من زنگ نزده بگی برای چی اونو دستگیر کردم. اون وقت تو خرافکاری مثل تو از من میپرسه؟ ای افسر پلیس، تمام افراد زیر دست تو خوردن خور خود منن. من گرگ نیستم که به هرچی چشمم بیفته حمله کنم. من یه شیرم که هر وقت گرسنم شد شکار میکنم. الانم بدجوری گرسنه شکارم و هیچ کس نمیتونه از دستم در بره. آره هر کی جلو باشه لهش میکنم، از روش رد میشم. شیوا، سینگام داره میاد سراغت. حواسم هست. پلیسا دارن میان. هی الان بهتره قهوه تو بری اون بالا نوش جان کنی. نه شنیدم اینجا مردم بهت میگن وحشت. یعنی اگه بکشمت مردم جشن میگیرن مگه نه؟ قربان شما توی درگیری شیوا رو کشتین، اون قاتل کمیسر بوده؟ شیوا کشته شد؟ خیلی خوشحالم که داری به هدف نزدیک میشی. ممنونم قربان. خیلی متاسفم قربان، ما اشتباهی بزرگی کردم، اجازه بدین توضیح بدم. راوی فرار کرده. برادر لطفاً جلوی چاپو بگیرید، همه چی اشتباه شده. بذار ردی بیاد زندت نمیذاره. شنیدم در این میرین ردیو دستگیر کنید. برای قربان اگه میخواین عملیات یک روزتون موفق باشه اونو دستگیر نکنید. اما قربان اول سعی کنید بفهمید علت اینکه کمیسر رو کشته چیه. اگه همراه با مدارک دستگیرش کنید دیگه راه نجاتی براش نمیمونه. این پیشنهاد منه. حالا خودت فکر کنه تصمیم بگیر. نگهدار. لعنتی. بس میگه. من یه دلیل میخوام. یه دلیل. دفتر نشریه کجاست؟ خیابون جاگات ماباد. بریم. این مقاله رو کی نوشته؟ آگنی کیه؟ ما نمیتونیم چیزی بگیم. این از اصول کار ماست. پس نمیتونید اصول کارتون رو زیر پا بذارید. شیرین آواز؟ بله قربان. چک کن. بله قربان. قربان پاتون رو فراتر گذاشتید. شما گذاشتید. چیه؟ خبرنگاری هستی که حسابی تحقیق میکنی. عملیات محرمانه انجام میدی؟ خیلی دلت میخواد تحقیق کنی؟ برو دنبال یه تبهکار، برو دنبال یکی از سیاستمدارا. اما افتادی دنبال من. با لحن خیلی احمقانه ای در مورد ملاقات من با یه زن ناشناس نوشته بودی. شاید پدر و مادرم بود، شاید یکی از فامیلام بود. ما برای دستگیری 10 تا خرافکار میتونیم به 2 تا آدم بیگناه هم شک کنیم و برای آزاد کردن یه بیگناه 2 تا خرافکار هم آزاد کنیم. اما تو سر در نمیاری. من هیچ آدم غریبه ای رو به اطراف خودم راه نمیدم، اما به خاطر کار و آینده ای تو بی خودی بهت اعتماد کردم. نباید این کارو میکردم. من خیلی متاسفم. یک کلمه هم حرف نزن. طبق ماده 353 قانون به جرم تعقیب افسر پلیس و ایجاد خلل در انجام وظیفش، طبق ماده 501 به جرم تهمت زدن به افسر بازداشتی. دستگیرش کنیم. بجنبیم. بریم. Now I'm feeling like a fool. All I ever wanted, all I ever needed. He drives me bloody crazy. He's my sorrow. All the ways he makes me feel. I will wait forever. Tell him that I'm ready. Hurt and hollow.
To know my love is steady. கோர்ட்ல ஃபைன் கட்டிட்டாங்க சார். என்ன வேணும்? எதுக்கு வந்த? I love you. சொல்லிட்டு போங்க. என்ன இப்ப என்ன ஓமா دادا اون افسر اومد شرکتمون رو حساب همه رو رسید و همه رو دستگیر کرده. بله قربان. ردی تو که میگفتی اون معاون کمیسر آدم توه، اون که شیوا رو کشته. قربان اون لعنتی بدون اینکه خونم بریزه قربونی کرده ولش نمی کنم. من اونو ولش نمی کنم. اونو ولش کن. باید اون کسایی که جناب سینگام گفته بگیریمشون. سب کنم آقا شیره اونجا نشسته. حالا آقا موشه چرا اینقدر هیجان زده شده؟ ها؟ من انقدر عصبانیم که اگه اون آدما گیرم بیفتن این اسلحه‌ای رو که تو کمرمه در میارم اونجوری شلیک میکنم و میکشمشون. باید مغزشون رو با سنگ با سنگ نمیشه، باید جمجمه‌شون رو با مته شماره 1 نه شماره 5 سوراخ کرد و حسابشون رو. قربان شما افسر پلیسین، چرا مثل احمقا حرف میزنین؟ چی گفتی احمق؟ همینجا حساب تو میرسم. کار میکنی نذاری؟ الو. انگار تو اداره خیلی بهت خوش میگذره. نه از این خبرها نیست. چی شده؟ چی شده؟ بله قربان بفرمایید. یه دختر رو زندانی کردی بعدش آزاد کردی و اطلاعاتت هم که بروزه. میخوای بدونی کی گفته؟ نه لازم نیست. اگه از همه چی بخبر میشی پس دیگه نیازی نیست نگران باشم. سوباش انگار خیلی این ور اون ور سنگ میزنی، درسته؟ قربان خیلی عصبانی بود. اگه زنت حسود نباشه زندگی خیلی خسته کننده میشه. قربان تو هیچ کدوم از تحقیقات نتونستیم سرنخی از این آدم پیدا کنیم. اگه میتونیم این شخص رو پیدا کنیم میفهمیم که انگیزه قتل چی بود. چرا انقدر منفی فکر میکنی؟ قربان راستش موضوع اینه این که آدم 3 بار اومده بود دیدن کمیسر، اما چرا اسمش توی لیست مراقبت کننده ها نبود؟ پس یعنی یه نفر عمدن این کارو کرده. اما قربان اون تا جایی که من فکر میکنم این آدم حتما توی مراسم ختم کمیسرم اومده. فیلم‌های مربوط به مراسم ختم از همه شبکه‌ها آماده کنید. نگه دار. زوم کن. قربان اون کسی که پشتشه مدیر مدرسه دولتی مادربالا است. قربان آقای مدیر الان پیش شماست. الان داره ما رو میبره پیش آقا معلم. بگو. میخوام تنها صحبت کنم. اونا کشتنش قربان. کشتنش. نه فقط کمیسر رو بلکه 32 تا از بچه‌های معصوم ما رو کشتن. اون روز بعد از زنگ دوم بچه‌ها داشتن توی حیاط بازی میکردن. همون موقع توی محوطه پشت مدرسه آشغالا رو آتیش زده بودن. هوا خیلی آلوده بود و دودش کم کم داشت میومد سمت مدرسه. همه بچه‌ها بیهوش شدن. همه بچه‌ها بیهوش شدن. قربان زود باشین میایین عجله کنی. مامورای محیط زیست و آلودگی هوا هم اومده بودن. چند تا از سیاستمدارم اومدن یه دوری زدن و رفتن. اما 15 روز بعد توی روزنامه چاپ کردن که به علت مسموم بودن غذای مدرسه بچه‌ها فوت کرد. من همه واقعیت رو به آقای کمیسر گفتم. مطمئنم من یه اقدامی در این مورد میکنم. یه هفته بعد ازم خواست برم اونجا. آدمای کله گنده تو این جریان دست دارن. شما شکایت نکنین. من فردا کنفرانس خبری ترتیب دادم. شما فردا بیاین اونجا. فرداش کنفرانس خبری. اما کمیسر کشته شده بود. وقتی شما آمدین اینجا اومدم با شما صحبت کنم. من برای پرونده کمیسر نیومدم اینجا. اما اون روز که حرفای شما رو شنیدم برگشتم خونه. اون 32 تا بچه معصوم بی
بی هیچ گناهی کشته شدن قربان. تحملش خیلی سخته قربان. بله قربان، خاکستر رو همینجا دفن کردم. دود از همین طرف می اومد. همه جا رو بگردید. قربان اینجا قطعات الکترونیکی دفن شده. قربان اینا انگار زباله های بیمارستانیه. قربان من گروهبان شنکر از محوطه که پشت مدرسه زنگ میزنم. توی این زباله ها از اون قرصای استرالیایی هم وجود داره. همشون هم فاسد شدن. بله راجیو. میخوام همه جزئیات رو در مورد اون معاون کمیسر بدونم. واسه علت اینکه ردی کمیسر کش این بود: پسماندهی پزشکی، پسماندهی الکترونیکی. پسماندهی پزشکی و الکترونیکی استرالیا رو توی کشور ما دفن میکنن. این پسمانده رو به اسم ضایعات آهن و فولاد وارد کشور میکنن و پشت همه اینا راجیو کریشناست، دود سمی که با سوزوندن این پسماندها به وجود اومده باعث مرگ اون 32 دانش آموز شده و بعضی از این قرصای تاریخ گذشته رو وارد بازار میکنن. کمیسر این موضوع رو فهمیده بود و به ردی هم هشدار داده بود. ردی قبول نکرده بود و کمیسر هم برای اینکه این موضوع تبدیل به یه موضوع عمومی بکنه کنفرانس خبری گذاشته بود. این خبر از طریق معاون کمیسر به ردی اطلاع داده شد. اونم با کلک کمیسر رو میکشونه اونجا و میکشتش. پس یه قدرت بزرگتر از ردی هم توی استرالیا هست. همه افراد عصبانی هم دادا. اون معلم کجاست؟ تو خونه آقا معلمه. یه حکم جلب میخوام. اون آقا معلم رو تعقیب کنیم. امشب میریم بنده رو از کانتینرهایی که اونجا مدرک برمیده. حدود 60-70 تا کانتینر هست. کانتینرهای ردی چند تا هستن؟ تقریبا 40 تا. من تا 1 ساعت دیگه اونجام. بگو ردی. اون آقا معلم نباید زنده بمونه. بعد از کار بهت زنگ میزنم. بگو. زینگام رفته بندر، کارشو همونجا تموم کنه. همه افراد رفتن، چطور این کارو بکنم؟ اگه کانتینرها رو باز کنه و ببینه به ویتال خیلی خوب، یه کاریش میکنم. یکی از افرادمون تو شیفت شب دادا. برید سمت بندرگاه. شماره 26-280. بله قربان، همین از سیدنی اومده، حاوی ضایعات آهن. بازش کن. اینا چیه قربان؟ اینا همه پسمانده پزشکیه. تا فردا که حکم جلب آمده بشه هیچ کانتینری از اینجا بیرون نمیره. بله قربان. قربان من میرم دوباره اون. کی اومده؟ اون معلمه کجاست؟ برین همه جا رو بگردین. بگیرینش.
شما کجایین؟ بکشینش! سریع‌تر برو. سوباش تو کجایی؟ تو راهم. پلیس اومد، فرار کنید! آقا معلم، هی! 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 بگو کار معلمه رو تموم کردی. خوبه، کار معلمه رو تموم کرد. عالیه. پشت خط بمون. گوش کن معاون کمیسر. என்ன உன் சர்வீஸ்ல சாவே பார்த்ததே இல்லையா? ஓவர் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்க. உன் மொத்த பேக்ரவுண்ட் நான் மறைச்சு வச்சுக்கிட்டு எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜில வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கியா? யாரா நீ? Who am I? Who the you? I'll tell you who you are. پدرت سوندرا، مادرت کالیانی، اسم زنت کاویا لاکشمی، بچه‌تم توی مدرسه مرکزی درس میخونه. علت اینکه زنت رو طلاق دادی هم میدونم. پدرت یه مغازه بقالی داره، یه خونه هم توی روستای نالار داریم. من همه چی رو در موردت میدونم، تا آدرس خونت هم میدونم. روستای نالار. گوش کن. 1 میلیارد پول خرج کردم، موشکی خریدم که بتونم از دریا شلیک کنم. اینجوری نه فقط خونه تو، بلکه کل روستاتون میره روی هوا. اومدی برای تحقیق در مورد قتل، پس فقط همون کارو بکن. این اونور فضولی نکن، سرت به کار خودت باشه وگرنه نابودت میکنم. اینو توی مغزت فرو کن. فهمیدی چی گفتم؟ همش تقصیر ماست. اون به ما اعتماد کرد ولی ما نتونستیم نجاتش بدیم. اینو راوی کشته قربان. ما سعی کردیم شماره‌ای که از استرالیا به شما زنگ زده بود ردیابی کنیم، اما چون تماس اینترنتی بود نتونستیم ردیابیش کنیم. اول راویو بگیریم، همون که دهنشو باز کرد. بعد میریم سراغ ردی. اون افسر دیگه تو کار ما دخالت نمیکنه. چی میگین قربان؟ وقتی داشتم باهاش حرف میزدم تو هم گوش میکردی دیگه. الان ترتیده. سینگام اومده سراغ تو. یه دونه پلیس هم زنده از اینجا بیرون نمیره، همه رو میکشم. بعدش تو با ضمانت منو بیار بیرون. اسلحه هاتونو بردارید. شیری منو پوشش بده، ساختمون رو محاصره کنین. همینم بالا. بله قربان. فرار کنید. این بازار برو. هرچه میره برو. دنبالش کن. میاد دنبالمون، هرچی اومد جلومون بزن و برو. مراقب باش. اتفاقی که برای کسی نیفتاده. قربان نگران نباش. ماشینو بزن بره. قربان حالتون خوبه؟ قربان اون در از توی شهر میره و به مردم صدمه میزنه. برو دنبالشو بکشونش توی جاده. بله قربان. ولش نکن، برو دنبالش. سریع‌تر برو، بهش راه نده. سریع‌تر زود باش.
شلیک نکنید من تسلیم میشم. هی قربان چی شده قربان؟ بیارین. تو به من خیانت کردی یادم نمیاد. خیانت تو کردی نه من، هم به این کشور هم به مردمش. قربان سگ و اطراف چای یه چیزی پیدا کردم. برین تو چاه. من که بهت گفته بودم روز ملاقاتمون رو هیچ وقت فراموش نمی کنی. نه فراموش میکنم و نه تو رو میبخشم. قربان اینجا اسلحه پیدا کردیم. قربان اسلحه. 1 سال پیش کمیسر و 2 ماه پیش 2 مأمور رو با همین اسلحه‌ای که تو دستامه کشتی. درست میگم؟ دیشب هم از طریق راوی اون معلم بیچاره رو کشتی. میدونی الان راوی خودش یه مدرکه؟ بگیر با آقای وزیر صحبت کن. بی سر و صدا برو بشین تو ماشین وگرنه زنده زنده خاکت میکنم. صبر کن. شنیدم تا را پاتو نزشتی تو اداره پلیس. امروز کفشتو در میاری و میای تو. در میاری یا من خودم درشون بیارم. معاون کمیسر تاجر بزرگ ردی را به اتهام قتل کمیسر راما کریشنا دستگیر کرد. او فردا در دادگاه حاضر خواهد شد. حکم دادگاه ردی به اتهام قتل عمد کمیسر راما کریشنا تا 15 روز در بازداشت پلیس میمونه. قربان خواهش میکنم. تا تکلیف این پرونده روشن نشده قربان تو یکی از دستشوی‌های هفتگی نوشته که ارتباط شما با ردی خیلی نزدیکه. در این مورد یه نفر بدون دلیل و مدرک مطالب غلطی رو در مورد من چاپ کرده بود. وقتی پلیس یا مسئولین چیزی میگن مردم به دقت در موردش فکر کنن و بعد قبولش کنن. مردم این همه به شما اعتماد دارن، پس شما هم قبل از نوشتن هر چیزی اول خوب در موردش فکر کنید. میبینی به همه داره جواب میده اما جواب تو رو نداد. بهش حق میدم چون من از همه براش مهمترم و باید دوباره روی گزارش حسابی کار کنم. فقط این بار باید حقایق رو بنویسم.
قربان این پرونده قتل کمیسره. اگه علت این قتل رو بدونین حتما متحیر میشین. خب پس چرا این پرونده رو به دادگاه تحویل ندادی؟ عمدن ندادم قربان. پرونده‌ای که برای پلیس، دادگاه و دولت آماده کردم اینه. اما برای خودم هم یه پرونده آماده کردم، چون اون کسی که از استرالیا با من صحبت کرد چیزایی در مورد خانوادم گفت که مجبورم کرد این کارو بکنم. من این پرونده رو از شهر خودم دنبال میکنم. چرا از اینجا دنبال نمی‌کنی؟ راستش قربان این مشکل بیشتر از این که مشکل من باشه مشکل کل کشوره و من مطمئنم برای حل و فصل این پرونده به حمایت زیادی نیاز دارم که معمولاً دریافت نمی‌کنم. خودتون بهتر میدونید قربان. یعنی فکر می‌کنی ما حمایتت نمی‌کنیم؟ اگه اینطوره من و شما باید با هم یه کارایی بکنیم که من مطمئن بشم. من میخوام این کار تو ایالت ما انجام بشه و به خاطر اینم حاضرم هر کاری که لازم باشه بکنم. ممنونم قربان. من باید فوراً برم استرالیا و ببینم کی از اونجا این کانتینر رو میفرسته، بعدش وارد عمل بشم. الان با سفارت صحبت میکنم. هیچ کس نباید از این موضوع با خبر بشه. من به عنوان یه سفر شخصی میرم. اگر همه این کارا با کمک و اطلاع دولت استرالیا انجام شده باشه اونا هیچ کمکی به ما نخواهند کرد. بسیار خوب. نقشه بعدیت چیه؟ باید ببینمش. همون کسیو که تلفنی با هم حرف زد، رو در رو. Dad online. Yes, Dad. Vital, நீ கேர்லெஸ்ஸா இருக்க. Dad, கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ண FIR காப்பில மெடிவேஸ், இவேஸ் பத்தியோ, டம்ப் யார்ட் பத்தியோ, குழந்தைகளை பத்தியோ அந்த போலீஸ்காரா அண்டர்லைன் பண்ணல. அதுக்காக an emotional threat works, Dad. ரெண்டு பில்ல ரெடிய வெளிய எடுத்துறலாம். இன்னும் 10 நாள்ல அந்த தீஸ் நம்ம ஆபீஸ் வாசல்ல வந்துடுப்பா. Can you stop that business for a while? ஆஸ்திரேலியால இருந்த மெடி வேஸ்ட் ஆயும் இ வேஸ்ட் ஆயும் கிளியர் பண்ணதுனால தான் இங்க உள்ள மொத்த அயன் ஸ்கிராப் ஆயும் சும்மா கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்கான். You don't teach me about my business, Dad, okay? سینگا؟ سلام به پرنگ شجاع خودم. توی استرالیا کسی رو داریم که آشنا باشه؟ یکی از پخش کننده ها پوش باراج الان توی سیدنیه. یه هفته اوضاع آرومه. گفتم چطوره یه بار دیگه بریم ماه عسل؟ سینگا تو حالت خوبه؟ این تویی که این حرفا رو میزنی؟ بگو کاویا. من هفته دیگه میرم استرالیا. عالیه. برای دومین ماه عسل. خب برای چی میری؟ مادر دیوونه من دارم با همسرم میرم یه سفر چند روز است. خیلی خوب، خیلی عالیه. اما بهتره شب 14 ماه برین که ماه کامل خوب ببین. مادر هنوز به این مزخرفات اعتقاد داره. حالا هرچی میگم نکنه آقای داماد باز به اسم ماه عسل میره که اونجا 1 کیلو دستگیر. توهم زدی. خب دیگه خدافظ. سیدنی، استرالیا. سلام خانم کاویا، خوبی؟ سلام آقای سیگام، چطوری؟ به دومین ماه عسلتون خوش اومدید. به دومین امتحان شنیده بودم، دومین مسابقه شنیده بودم، اما دومین ماه عسل نشده. پرو چقدر حرف میزنه. پرو چرا گفتی پرو؟ قربان ناراحت میشم و نگو. با شما نبود، به راننده. آها هی پرو، درست راننده. خوش اومدید. گوش کن، یه ماشین اجاره ایم. سلام، میخواستم اگه ممکنه رئیستون رو ببینم. لطفاً اونجا منتظر باشین. میخوام با مدیرتون صحبت بفرمایید. افرادم در اختیار شما. از آشنایتون خوشحال شدم. ببخشید اون قسمت منطقه ورود ممنوعه. به هلیکوپتر دوربین بس کردیم پروازش بدیم قربان. بذار ببینم اون طرف چه خبره. هی اون یه پهپاده داره وارد سایت میشه. اونو زدن قربان، بیا میاریم.
آروم باش. الان که بازیگر اصلی بیاد بیرون. یه نفر داره جاسوسی ما رو میکنه. بگو ویرا. قربان شما کجایی؟ توی روستامونم. اما خانواده‌تون که میگفتن تو روستا نیستی. اهالی روستا هم پیش منن. باشه گوشی رو بدی. چیه؟ هیچی. باور نمیکنه آقای سینگام توی روستا؟ نه باور نمیکنم. اگه دوباره از حرفا بزنید دندوناتو منم پرده گوشتو پاره منم صورتتو میتره کنم. آره منم تو صورتت گل میمالم و سیاش میکنم. عجب آدم این دیگه بابا. خبر بده که آقای رئیس تو روستا. از کجا فهمیدی؟ چون یارو داشت با لهجه دهاتی حرف می‌زد. این ساختمان کجاست؟ شرکت ویتال استیل مال پسر وزیر عمران رامپرسات. اونا برای چی رفتن توی شرکت ویتال استیل؟ قربان تو موبایلی که از تو خونه رادی پیدا کردم شماره‌ای که مال استرالیا باشه. 10 دقیقه دیگه زنگ میزنم. چی شد صبح؟ قربان تو اون سیم کارت یه شماره استرالیا وجود داره که اونم متعلق به آقای ویتاله. تقریبا هر 2 روز با هم صحبت کردن. اون شماره رو برام بفرست. الو ویتال هستم. بفرمایید. سرت به کار خودت باشه وگرنه نابودت میکنم. صدای همون بود که به هم زنگ زد. همه یه کارا رو ویتال انجام میده. چی؟ اون هکر رو دوباره بیار. توی اداره منتظرت. بله. گوش کن، من فردا شب ساعت 6 پرواز دارم. ببین میتونی تا فردا 11 صبح یه وقت ملاقات با ویتال برام بگیری؟ 2 دقیقه صبر کنین الان درستش میکنم. گوشبارا چطور شد که با ایشون ازدواج کردی؟ فریبش دادم. می‌خواستی چی کار کنم؟ عزیزم چی داری میگی؟ میخوام قصه عشقمون رو تعریف کنم. من برای یه مأموریت اومدم اینجا تا برگردم، اما مأموریت چند سال طول کشید و منم تو غربت تنها بودم. تصمیم گرفتم همینجا ازدواج کنم، اونم با یه دختر مهربون، اما هیچ کس قبول نمیکرد. درست توی همون لحظه ما با هم آشنا شدیم، بعدش هم که با هم ازدواج کردیم. شدم مدیر پخش کارخونه پدرتو. حالا که به خاطر ایشون شدم افسر پلیس. ببینم بهم میاد یا نمیاد. چی پلیس؟ در مورد این تحقیقات چیزی بهش نگفتیم؟ خب الان بهش بگین دیگه. اگه الان نگیم بعدن گیر نمیافتین. کودم داشته میومدی مادرم به هم گفت. مامان سفرتون چطوره دخترم؟ دامادتون اینجام در حال انجام وظیفه است. من که بهت گفتم پدر من مغازه لباس فروشی داشت، پدر تو کارخونه داره، پدر شوهرت بقالی داره، شوهرت افسر پلیسه. اینا هیچ کدوم نمیتونن آروم باشن. هر وقت ببینیشو فقط کار. گوش کن چی میگم. اگه اولش بهت میگفتم این چند روز بهت خوش میگذشت، همش نگران میشدی. به خاطر این بهت نگفتم که این چند روز بر ما مثل تعطیلات باشه. الانم یه قرار ملاقات نیم ساعته دارم. میرم و برمیگردم. خیلی سریع قول میدم. خداحافظ. چطور میتونم کمکتون کنم؟ ساعت 11 با رئیس شرکت قرار ملاقات دارم. اما الان ساعت 9. اشکالی نداره، منتظر میمونم. میشه رمز اینترنت وای فایتون رو ببینید؟ مولی، من الان توی شرکت ویتالم. به وای فایشون وصلم. یو اس پی رو باز کنین قربان. خیلی خوب. حالا برنامه رو باز کنین. برین توی اکسس پوینت. ایکس پایس 1245 صفر 11. بزنین قربان. صبر کنین. الان باز شدیم قربان. چقدر طول میکشه؟ یه رو قربان. این چیه؟ باید کوچیکتر از این باشه. امکان نداره قربان. یه نفر منتظرتونه قربان. الان کار دارم، بهش بگو بره. چشم. آقای رئیس منتظر. برای حتما. شما آقای سینگام هستین؟ بله. همون معاون کمیسر کاپاتنا؟ بله. درست فهمیدید. اینجا چیکار میکنید؟ من تو کشور خودمون کارخونه استیل دارم. اما معاون کمیسر؟ اون حرفمه. استیل تجارتمه. و اینم وبسایتمه. از من چی میخواید؟ من به 2 دلیل اومدم استرالیا. شما بزرگترین پخش کننده ضایعات آهنین. اگه سالی 8000 تن به شرکت ما بدیم، ما میتونیم پیشرفت چشمگیری داشته باشیم. دلیل بعدی؟ یه خرافکار پرمدعا
از استرالیا به من زنگ زد. گفت پدر و مادر رو تمام خانواده منو نابود میکنه. خانوادم که سهله، اون نمیتونه یه آجرم از کشورمون تکون بده. میخوام اینا رو بهش بگم. اما استرالیا خیلی بزرگه، چطور پیداش میکنی؟ شاید نتونم اون قرارداد 8000 تنی رو ببندم، اما اون عوضی 80 کیلویی مطمئناً به دست من نابود میشه. خیلی خوب، لطفاً بیرون منتظر باشه. راجیف میخوام ببینی سینگام اگه توی کاپاتنام نیست از کجا؟ بابا مرخصی گرفته رفته روستاشون، من حواسم بهش. اون اونجا نیست، ببین کجا. ببخشید قربان. کاویا وسایلت جمع. چرا چی شده؟ این وبسایت به نظر خیلی الکی میاد قربان. بگو بیاد داخل. متاسفم قربان، نیستن، رفتن. من آمادم. برای چی شد؟ چرا تشریف بردین قربان؟ گوشو بده به رئیست. من میدونم اون عوضی 80 کیلویی تویی. امروز بهت هشدار دادم اگه یه بار دیگه از این غلطا بکنی یادت باشه سینگام لهت میکنه. الان تو استرالیایی؟ من یه پلیس هندی ام، اگه بخوایم هیچ کاری نمیتونی بکنی. لعنت. کاویا چی شده؟ پرواز ما ساعت 6، اما تو اینجا نمیمونی، میری تو فرودگاه. اون نباید زنده از استرالیا بیرون بره. همه فکر میکنم من تنها اومدم اینجا. سیم کارتش رو ردیابی کنین، زود باشین. سیم کارت اینجا رو بنداز بره، از سیم کارت هندوستان استفاده کن. بریم پیداش کنین سری. تو با من نیا، ماشین میذارم توی فرودگاه، بعدن خودت تعبیرش کن. لعنتی. این ماشینش. یکی رو بفرست دفتر اجاره اتومبیل و ماشینشو بگیر. سیگنال جی پی اس ماشینش رو میخواییم. چند لحظه صبر کنی. عجله کن. فرستادم براتون. پیدا کردیم. به سیستم وصل شین سری. پیداش کردیم، زود باشین برین دنبالش. الان تو جاده پالیمتر. شما کدوم بوری هستین؟ ما توی ترافیک گیر کردیم. به موتورا بگو برن دنبالش. سریعتر سریعتر. قربان خیابونه میشه. مطمئن باشین داره میره فرودگاه. گوش کنین، اون نباید بره. الو، پلیس فرودگاه. بی حرکت، همونجا وایسا. باید با ما بیای، تکون نخور. تو کشور ما چیکار میکنی؟ دلیل سفر چی بود؟ از کدوم کشور اومدی؟ اهل کجایی؟ با کدوم پرواز قرار بود بریم؟ ساعت پروازت کیه؟ اجازه میدین جواب بدم یا همش میخواین سوال کنید؟ با سوالامونو پرسیدی. پرواز من ساعت 6، الانم ساعت 5:45 دقیقه است. من باید برم. پاسپورتتو بده. میشه بگین چرا جلوی منو گرفتین؟ یه شکایت از شما دریافت کردیم. چه شکایتی در مورد من شده؟ ما میدونیم شما قاچاقچی مواد مخدری. به ما اطلاع دادن شما قاچاقچی هستید. دستگیرش کردن قربان. عالی شد. میخوایم بدونیم من کیم؟ باید به حرفام گوش کنید. بگو. 3 ماه پیش 2 تا پلیس استرالیا توسط یه قاچاقچی کشته شدن. یادتون که میاد؟ پلیسای استرالیایی عوضی. اون شخص توسط یه پلیس هندی دستگیر شد. بله یادمه. اسم اون پلیس دورای سینگامه و اون شخص منم. یه بار دیگه بگو. دورای سینگام. دورای سینگام. لعنتی. پلیسا دارن بهش احترام میذارن. نه سینگام. قربان ما خیلی متاسفیم. گیت بسته شده. بگو گیتو باز کن. بازم ببخشید. میخوام قبل از رسیدن اون من تو هندوستان باشم. اگه شما قبل از اون برسیم به هندوستان، اون فکر میکنه ازش ترسیدین. چرا مزخرف میگی؟ We can do everything from here. Then why are you rushing? Yeah, you're right, huh? I can do anything. I'll do everything. அங்கே நிப்பாட்டுடா நில்லு. எங்க வந்த? எதுக்கு வந்த? ஒரு வாரமா உங்க சாரை பார்க்க முடியல. உள்ள விட கூடாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்ட்டா ஆர்டர் வந்திருக்கு. டா வண்டி எடுத்துடா. போடா. அவ்வளவுதான்டா. யார் கிட்ட? You're all against me. ஒரு நாள் பாருங்க. உங்க டிசிய கரெக்ட் பண்றேன், கல்யாணம் பண்றேன், பொண்டாட்டியா வரேன், அப்புறம் எப்படி கொடுமைப்படுத்துறேன்னு பாருங்க. என்னங்க? நான்
ரெண்டு கால ஃபிராக்சர் பண்ணிட்டாருங்க. ஃபிராக்சரா? பக்கி நண்டுக்கு வலிக்காது. நான் வளர்க்கறதுக்கா வாங்குனீங்க? ஒரு நாள் மட்டும் இல்ல, எவ்ரிடே உன்னை டார்ச்சர் பண்ற பாரு. என்னங்க பாத்ரூம் கழுவணும், யாரையாவது விட்டுட்டு போங்க. வீரத்தை விட்டுட்டு போறேன். வீரத்தை நீங்க விடல சார், நான் தான் சார் விட்டுட்டு நிக்கிறேன். டபுள் மீனிங்ல பேசுறாரு. என்கவுண்டர்ல போடுங்க. என்கவுண்டரா? டபுள் மீனிங்ல பேசுறாரு. ஐயா நோ அங்கிரு, நோ அங்கிரு. இங்க பாரு, நான் பிரஸ். நீ பிரஸ் இல்லம்மா, பிரஷர் குக்கர். எம்புட்டி விசில் அடிக்கிற. மொரவலியா நெரிச்சிடுவேன். அந்த அன்னைக்கு ஆம்பளைக்கு வரும், அப்பப்போ பொம்பளைக்கு என்னது கோவம். ஓ அதுவா? Facebookல போட்டு ஃபியூஸ் பண்ணிடுவேன், ட்விட்டர்ல போட்டு ட்விஸ்ட் பண்ணிடுவேன், வாட்ஸ்அப்ல போட்டு வாட்டி எடுத்துடுவேன். இவங்கள யாருமா? ஓ அடியாளா? ஐயோ அவ கூகுள் பிச்சுக்கு தங்கச்சி மாதிரி பேசிட்டு இருக்கா. அவர் யாரா? உங்களுக்கு விளக்கறதுக்குள்ள விடுச்சு அவளை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில போடுங்க சார். ஐயோ அவ ஜெயில் பரவாடா, மெயிலே பெயில் எடுத்துருவா. இவளை எப்படி அடக்கணும் மட்டும் பாரு. இனிமே நான் தான் உனக்கு அடிமை. நீங்க என்ன சொன்னாலும் கேக்குறீமா? بگو سوباش. قربان ردی با ضمانت آزاد شده. قربان خیلی بهمون توهین شده. چی شده؟ برای نجات ردی 8 تا وکیل از دهلی اومده بودن که آزادش کنن. چطور شد که آزادش کردن؟ 3 نفر قتل به گردن گرفتن و گفتن که کمیسر رو اونا کشتن. 2 نفر از اونا کسایی بودن که تو درگیری از دستمون فرار کردن. دلیلی که برای قتل کمیسر گفتن اصلا قابل تحمل نیست قربان. یکیشون گفت که کمیسر زن و بچه‌های اونا رو برای دریافت پول تهدید کرده بوده. شاهدم آورد که برای نجات جون خانواده‌اش از 2 تای دیگه از دوستاش کمک گرفته. آبروشو بردن، اسمشو خراب کردن. وکیل سازمان اطلاعات حتی یک کلمه هم حرف نزد قربان. همش کار ویتاله. میخواد قدرت خودشو نشون بده. ای آمده کمیسر، با چشمای خودت دیدی قدرتت چقدره؟ شنیدی توی دادگاه چی شده؟ تو با آدمه به این قدرتمندی اون رفتار رو کردی و توی اتاق تاریک نشوندیش. حالا ببین تا امشب چجوری تمام قدرتت رو ازت میگیرم. تا فردا شبم کلا به این داستانت خاتمه میدم. قربان از وزارت اطلاعات تماس گرفتن، گفتن فوراً بریم اونجا. چند بار بهتون گفتم اما شما به حرفم گوش نکردین. چقدر بهتون گفتم کسی که مرده دیگه بر نمیگرده. حداقل بذارین اونی که زنده است با آرامش زندگی کنه. آخرش عزت و آبرومونم بردین. شما هر کاری دلتون خواست کردین، نذاشتین کسی که یه عمر با آبرو زندگی کرده حداقل با عزت بمیره. 2 دخترم توی مدرسه بی آبرو شدن. اهالی محله با شک بهمون نگاه میکنن. حالا من و دخترم باید خودمون رو تو دریا سربنیز کنیم چون هیچ کاری از دستتون بر نمیاد. اما چرا بمیریم؟ با اون غرور و عزتی که ردی رو دستگیر کردی، با همون غرور و قدرت پرونده رو تموم کن و ثابت کن شوهر من یه آدم با شرف و با آبرو بود. وگرنه بفرمایین ردی رو برای چی دستگیر کرده بودین؟ ایشون از ردی رشوه خواسته بود. ردی هم قبول نکرده بود. به خاطر همین خواسته بود قتل کمیسر رو بندازه گردن اون. حتی تو این نشریه هم چاپ شده که ایشون ارتباط خوبی با ردی داشته. تو این فاصله شما رفته بودین استرالیا، میشه دلیلشو بگین؟ شما از کجا فهمیدین که من رفتم استرالیا؟ ویتال پرسات گفته، درسته؟ شاید شما همتون برای اون کار میکنید. مامورای دولت، مامورین وزارت اقتصاد عمران برای هندوستان کار میکنن یا استرالیا؟ آقای دوریا سینگام، شما دارین پاتون رو فراتر میذارین. ما میتونیم شما رو اخراج کنیم. مردم فکر میکنن وقتی پرونده میاد وزارت اطلاعات در نهایت عدالت اجرا میشه. حداقل نظرین اعتمادشون از بین بره. من همه چی رو فهمیدم. خیلی متاسفم. من الان نیاز به احساس تأسف ندارم. امضای شما رو میخوام از اداره پلیس ایالت در بیام و بیام توی پلیس آندھرا پردیش تا بتونم یه درسی بهشون بدم که تا آخر عمر فراموش نکنم. درسته.
میدونی من کیم؟ کارتو تمام میکنم. بله قربان. ماشین فرمانده رو توقیف کن. چشم. باید همه پلیسایی که از ردی حمایت کردن منتقل کنی. حتما. நீ உயிரோட இருந்த தானடா சொல்லுவேன். اگه کسی خلافی کرده باشه اونم عمدن، حتی اگه وزیرم باشه نمیتونه از دست من در بره. چرا شهادت دروغ داری؟ اگه بهتون پول بدن هر کاری میکنین؟ با این کارتون آبروی یه افسر شرفتمند رو بردین. برای طلب بخشش باید برین اون دنیا. میخوای شکایت کنی که افسر پلیس شما رو زده؟ نه. پلیس اگه بخواد اینجوری میزنه. سوباش. بله قربان. اینا خواستن برام علیه ردی شهادت بدن. ردی وقتی فهمیده اینا رو توی راه که داشتن میرفتن خونه قاضی به این روز انداخته. هی! همین داستانی که گفتم به قاضی میگی. فهمیدی؟ ردی برای حکم جلب اومدی. چی؟ دوبار بزن. خبر بهش رسیده الان فرار میکنه. حتما. لطفا نجاتم بده قربان. دوران سینگام اقدامات شدیدی را بر علیه خلافکاران شهر آغاز کرد. در هندوستان 4,800,000 ماهیگیر وجود داره. شما با 20,000 قایقی که وجود داره میرین توی دریا. سربازان واقعی شما هستین. فقط یونیفرم تنتون نیست. شما نباید اجازه بدین. این روزا توی بیشتر از صدها هکتار از زمین‌های دولتی پسماندها و زباله‌ها دفن میشن و سموم حاصل از اونا آب‌های زیرزمینی رو آلوده میکنن. ما باید جلوی این کارا رو بگیریم. الو؟ میخوام فوراً ببینمت. یعنی همین الان؟ آره الان. باشه بیا. چت شده؟ از طرف وزارت اطلاعات اومده بودی. حالا چی شده که یونیفرمتو پوشیدی؟ آره دیگه صبر نمی‌کنم. تو هم چرا نگی؟ این شهر با شهر خودمون فرق داره. اینجا داری دنبال چی میگردی؟ همه چی رو ول کن بیا برگردیم روستا. وقتی میبینم جلوی چشمم چه کارایی خرافی میکنن باید جلوشونو بگیرم. اگه تو اینقدر ناراحتی خب برو یه زندگی آروم داشته باش. تو جلوی همه زبون وا کردی. به خاطر همینم رئیس الکی گفت طلاق گرفتن. ببخشید من میخوام از زنم طلاق بگیرم. کی اینجا به کارم میرسه؟ من به کارت میرسم. مشکل چیه؟ زن من خیلی میخوره. چی میخوره؟ هرس میخوره. بعضی وقتا حرف میزنه، بعضی وقتا با چی حرف میزنه؟ با محبت. من اصلا نمیفهمم با این منحرف چی میگه. قربان 3 ساله که ازدواج کردیم. من فقط یکم بیکارم. رابطمون خیلی محکم و خوبه اما همش با عصبانیت با من حرف میزنه. الان من پلیس باید با این چیکار کنم؟ یعنی تو الان به عنوان مشاور خانواده باید به مشکل خانوادگی مردم رسیدگی کنی؟ درسته. اگه مرد باشی و درست کار کنی و نون حلال در بیاری باید سین زن بچه درست دیگر برو بیرون دیوونه شدم. شما ها برای چی اینجا نشستی؟ خیلی غلط کردیم. بری بیرون ببینم طلاق چیه بری سر زندگیتون. بیستید
چرا جلوی کانتینر منو گرفتی؟ هواپیمامو آماده کنیم. پدر من دارم میام کاپانتام. اون افسر تا فردا ساعت 12 ظهر باید بیاد دیدم. خیلی خوب آقای ویتال. الو ردی، زودتر خودتو برسون. پدر من رسیدم کاپاتنام. من همه اقدامات لازم رو انجام دادم. اون ساعت 12:30 میاد دفترت. برای نخست وزیر با تماس میگیر. برای چی؟ نگران هیچی نباش، من همه چی کنترل. متوجه نمیشم. برای از نخست وزیر گرفته تا وزیر عمران همه فشار میارن که کانتینر رو آزاد کنی. پدر من تا 2 دقیقه دیگه میرسم دفتر. گفتن باید تا ساعت 12:30 اونجا باشی. میدونم دلت نمیخواد ببینیش. نه قربان، اتفاقا خیلی مشتاق دیدارشم. ای معاون کمیسر، ساعتتو نگاه کن. حتما تا حالا فهمیدی وقتی تو توی استرالیا بودی من همون موقع همونجا تصمیم گرفتم که امروز توی این ساعت ببینمت. درست میگم؟ حتما تا حالا متوجه شدی این قدرت پوله. پول فقط برای تهیه چیزای ضروری نیست، برای خیلی چیزای دیگه است. فقط برای آب و غذا نیست. کسی که حقوقش 7000 تاست 2 میلیون بهش رشوه میدم، اما من ثروتمو چندین برابر میکنم. مرتب این کارو میکنم و به این کار علاقه‌مندم. 6,400,000 تا از سهام شرکت منو خریدن. 12,300 نفر کارمند توی شرکتم کار میکنن. من به تمام کشورهای مهم جهان رفتم. توی 7% از اقتصاد هندوستان منم شرکت دارم. اون وقت تو میخوای در عرض یه هفته این امپراتوری رو خراب کنی؟ مگه من چه اشتباهی کردم؟ آشغال آوردم ریختم توی آشغالدونی. توی کشور تو آشغالو میریزم وسط خیابون. منم همین کارو میکنم. همه این کشور پر از زباله و آشغاله. میدونی این کشور برای من اصلا مهم نیست. برو سر اصل مطلب. اول از همه کانتینرهای منو که گرفتی آزاد کن. میخوام فوراً این کارو بکنی. اصلا نمیخوام منتظر بمونم. دیگه چی؟ فوراً پرونده ردیو ببند. پس میخوای که پرونده ردیو ببند؟ آره میبندمش. بله قربان. ردی الان کجاست؟ داره میاد سمت کاپات. چند کیلومتریشه؟ قربان 80 کیلومتریشه. ماشین دیگه دارم میگردم. بزنش برو. وایسا دور بزن. هی برو کنار. برو جلوش. ببین نگه دار. بیای شوهرت خوبه؟ بگیرینش. شیرینی باز. اگه برش کنیم بریم تا کی زنده میمونیم؟ 3 یا 4 ساعت قربان. هی ما از این که داریم مرگ یک جنایتکار ظالمو میبینیم لذت میبریم.
بشینین، همتون بشینین. ای افسر، منو بکش. درد داری آره؟ میخوای بدون درد بمیری؟ آره؟ مردن آسونه، زندگی کردن سخته. آدم خوب بودن و زندگی کردن سخته و زندگی کردن بدون اینکه آزارت به کسی برسه خیلی سخته. تو یه افسر پلیس شرافتمند و با بیرحمی کشتی، تازه بعدشم توی دادگاه آبروشو بردی. همون روز من تصمیم گرفتم که تو رو دستگیر نکنم، خودم حسابتو بدم. 6 سال پیش تو برای اینکه صندلی وزارت پدر ویتا را نجات بدی شهر رو به آشوب کشوندی. یادته؟ توی اون آشوبا باعث شدی یه اتوبوس که 18 تا بچه بیگناه توش بودن واژگون بشه. یکی از اون بچه ها کشته شد. میدونی پدرش کیه؟ یه افسر پلیس شرافتمند و با وجدان، بازرس سوباش رام. سوباش، میدونم رنج و دردی که تو قلبت هیچ وقت از بین نمیره، اما کمتر میشه. ولی که مرد پوٹکنگا شوتر باگا. کسی که یه عمر برای خودش حکومت کرده بود الان یه جنازه شده افتاده اون گوشه. آخه سینگام با چه جرأتی تونسته این کارو بکنه؟ یعنی تو این کشور پلیس اینقدر قدرت داره؟ با پدرتون صحبت کنین و اون کانتینرها رو آزاد کنین. خودت بهش زنگ بزن. من هیچ وقت اجازه نمیدم خانواده یه افسر پلیس از ترس یه مشت جنایتکار شهر رو ترک کنن و برن. همه ما با شما هستیم. گوش کن پسرم، حالا دخترای منم میتونن با آرامش برن مدرسه. ஹலோ வீரம், யாருங்க? நான் உடனே பார்க்கணும். இங்க பாரு வித்யா, அவருக்கு டைவஸ் ஆகல, ஒண்ணும் ஆகல. அவர் பொண்டாட்டில அப்படியே தான் இருக்காங்க. இனிமே அவர் பக்கத்துல வர வேலையை வச்சுக்கிறாத. அந்த அன்னைக்கே சொன்னேம்மா, நீ தான் நம்பல. மண்டையில ஏற மாதிரி சொல்லிருக்கலாமே, நம்புற மாதிரி சொல்லிருக்கலாமே, அசிங்கமா திட்டி சொல்லிருக்கலாமே, அரைஞ்சி சொல்லிருக்கலாமே. என்னம்மா அழுகுற? மா வித்யா அழாத. منو منتقل کردن قربان. اون بازم جلوی کانتینرها رو گرفته. یه عالم خبرنگار اونجاست. یعنی چی؟ تلویزیون رو روشن کن ببینه. قربان، همه این کانتینرها برگاهی لازم گمرک رو گرفتن، شما حق ندارین جلوشون رو بگیرید. گوش کن، من خوب از قانون گمرک اطلاع دارم و میدونم چی کار میتونم بکنم. اینجا همه چی در کنترل ماست. پس دهنتو ببند. میتونیم دستگیر کنیم، اما میگن این کانتینرها اشتباهی اومده اینجا. قربان، پشت همه اینا چه کسیه؟ میتونه یکی از تجار استرالیا باشه یا یکی از میلیونرای همینجا که دستی هم توی سیاست داشته. قربان، همه حرفای شما با شایده، پس چجوری دستگیرش میکنی؟ میدونم الان داری تماشا میکنی. دقیقاً باید ساعت 11 بیای اداره پلیس. اما اون اینجا نیست. اینا همه میپرسن که پشت همه اینا کیه. اگه من دهم باز کنم 40 تا خبرنگار، 400 تا افسر پلیس، مامورای گمرک، مامورای محیط زیست همه میریزن اینجا. اگه بتونه میاد. بتونه نه، باید بیاد بدون آدماش. تنها بیاد. لعنتی. همه چند لحظه برم بیرون. اون روز تو با اصرار منو کشوندی توی دفترت. همون روز تصمیم گرفتم امروز تو رو بکشونم اداره پلیس. چی گفته بودی؟ این قدرت پوله، اینم قدرت پلیسه. گفتی عاشق پول در آوردنی؟ آره؟
آدمای عشق پور باید انداختشون توی گندم. مواظبه حرف زدن داشت. من شهروند استرالیایی ام. استرالیا موندی و شهروندی استرالیا رو گرفتی، اما به هندوستان خیانت کردی. سینگام کسیو که به کشورش خیانت کنه ول نمیکنه. کشاورز زحمت میکشه، محصول میکاره که سودشو ما ببریم. اون وقت تو آب و خاک اونا رو مسموم میکنی. 32 تا بچه معصوم به خاطر تو کشته شدن. تو خجالت نمیکشی؟ تو وجدان و شرف نداری؟ خداوند همه چی بهت داده، اما باز داری با زندگی دیگران بازی میکنی. خیانت و بدنام کردن کشور مثل بی‌آبرو کردن خودته. اینو که شکرات بخورن و کاغذشو بندازن توی جیبشون و بعدم بندازن سطل آشغال. الان دیگه بچهای کوچیک ما هم میدونن، بهش عادت دارن. هر جا میری 10 تا سطل آشغال هست، توی همه خونه ها دستشویی هست. دیگه کشور ما کشور چند سال پیش نیست. 7,516 kilometers of seashore, 10% hill stations, 3,27,000 square kilometers of deserts, 6,85,000 square kilometers of forest, 58% agricultural land. Yella valamurgal naadu. And now it's the youngest nation in the world. میتونم همین الان لختت کنم و بندازمت توی بازداشتگاه. اما اگه این کارو بکنم تاوانشو باید کارمندا و مردم بیچاره‌ای که سهام شرکتتو خریدن بدن. به خاطر همین یه فرصت بهت میدم. این کارای خلافتو بذار کنار و خودتو تسلیم قانون کن، وگرنه خودم کارتو تموم میکنم. برو بیرون. چی شده قربان؟ تو کجایی؟ من بمبئیم. فوراً بیا کاپاتنا. باشه قربان میام. حرفم عوض میکنه، حرف بد میزنه قربان. الان که داشتیم میومدیم تو راه 1000 تا حرف بد زد. قربان آخه کی تو این سن و سال این کارا رو میکنه؟ چه این بچه میکنه؟ چه مدرکی داری؟ قربان شما یه سوال ازش بپرسیم مدرک میاد. بلش کن نزنش، مثل بچه خودمه. اوه پسرم بگو ببینم، بگو ددی. آی بگو مامی. ای وای بگو اسبه. قربان دیگه بیشتر از این نپرسیم، نمیتونین تحمل کنین. قربان اسم پدرم کوتوار بود، تصمیم گرفتم همون اسمو بذارم روی این بچه. حالا گوش کنیم ببینین اسمشو چی باشه. من ایسافون نه الان ازش میپرسم. پسرم بگو پدر بزرگ کوتوال. اسمش کوتوله. قربان اینو دستگیرش کنیم. با گوش خودتون شنیدین الان چی گفت؟ باید دستگیر کنم احمق. وقتی بچه تو خونه است پدر و مادر باید حروفو بهش درست یاد بدن. خب درست یاد دادی دیگه. خب درست یاد دادی دیگه ها. گوش کن الان من میگم پسر عزیزم خوشگلم، نگاه کن ببین عمو، یعنی هرچی من میگم تو هم همون جوری بگو. لبدن منو ببین، بگو باشه. درسته؟ گل روز. گل روز. بگو گل روز. دهن منو ببین، گل روز. از گل دو. وای پسرم چقدر تو خنگی. சார் சொல்றது பார்த்தா கண்டிப்பா விட்டால் பிரசாதா தான் இருக்கும். அதுக்கு கிறிஸ் கிராஸா இன்டர்வியூ பண்ணா கண்டிப்பா ஏதாவது ஹில் வாலரிஃபை. இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா? தோரே சிங்க சாருக்கு தேவை. நான் பண்ண தப்புக்கு நான் ஏதாவது பண்ணியே ஆகணும். باید طبق دستورات رئیس عمل کنید. پدرشون؟ پسرم چی شده پدر؟ مادر بزرگ کاویا عمرش داد به شما. الو باید فوراً بریم روستا. یهو چی شده؟ بیا فرودگاه، اونجا میگم. سینگام توی فرودگاه قربان. تو کجا میری؟ برای یه جلسه مهم دارم میرم چنل. آخه چی شده؟ مادر بزرگیت دیگه بین ما نیست. یه زن همراهشه. عکس هر دوشون رو بگیر و بفرست. تا جزئیاتشو پیدا نکردم دنبالشون کن. خیلی عجیبه. من فکر نمی کردم سراغ خانوادش بره، اما بالاخره ده. دو تا بلیت به اسم سینگام و کاویا به مقصد چنای رزرو شده. برای رادیو هم تو همون پرواز یه بلیت بگیرید. بفرمایید قربان، ماشین آماده است.
آقای راننده ماشین رو بکش کنار. هی زود باش برو، نه عقب برو. زود باش زود باش. پلیس رو تعقیب میکنی؟ بیا بیرون. اون زنی که کنارش زن سینگامه، دختر صاحب کارخونه ایندیا سایکرز. تو کارایی بیتار انجام میدی نه؟ تو که میخواستی بری جلسه چرا منو تعقیب میکنی؟ قربان ما بیایم اونجا. چشم قربان. عکسو با اینترنت فرستادی، جوابش هم از طریق گوشیت گرفتی. تو میخواستی بری چنایی اما از فرودگاه جم نخوردی و منو تا روستامون تعقیب کردی. راجیف، مشخصات اون دختره رو پیدا کردیم. تو فوراً برگرد باشه؟ دیگه بر نمیگرده. این جاده یه طرف است، راه برگشت نداره. باید دور بزنه چون اینجا اعتراف میکنه و اسم تو رو میگه، یه جوری که صداش تا دادگاه کاپاتنام هم برسه. یه قایق است که داره میره آندامان، سوارش کنیم بره اونجا؟ نه لازم نیست. سوارش کنید توی قایق و ببریدش وسط دریا ولش کنید. تو همینجا ساکن، من میرم داخل. باشه. بله. خانم ویدیا اومدن باهاتون مصاحبه کنم. من الان خیلی گرفتارم، بهش بگو بره. همون کسی که برای سینگام مقاله نوشته. بفرستش بیاد. همونجا خالی کنید. قربان توی کیف این دختره دوربین از هر آدم در حال ضبطه. مشخصاتشو در بیارین و فوراً بهم اطلاع بدین. قربان همه میدونن که شما کارخونه استیل. این دختره سینگامو یه قهرمان میدونه. خب سوالتون چی بود؟ ضایعات آهن از کدوم کشور وارد میکنیم؟ بعدی پرسیدم از کدوم کشور میارین؟ تو همه یه سوالاتو بپرس، من فقط یه جواب بهت میدم. شما از تاجرای بزرگ استرالیا هستین. شما پسماندهای الکترونیکی و سایر تو سینگام فرستاده نه؟ چی قربان؟ تو رو سینگام فرستاده آره؟ قربان فرستاده که منو گیر بندازه؟ اومدی جاسوسی منو بکنید؟ چرا؟ به چه جرأتی اومدی تو دست؟ دوست من برای مصاحبه اومده اینجا. What is going on? இவர் ரொம்ப முக்கியமான ஆளு. இவ கையில இந்த ராஜகிட்ட ஈஸியா வெளில கொண்டு வந்துடலாம். You're right. Hey, இவள பேக் பண்ணுங்க. Sit down. யாரும் வரல. الو قربان من دوست ویکی هم از تماس میگیرم. اون برای اینکه به شما کمک کنه اومده با ویتال مصاحبه کنه، اما اینا میگن اینجا نیومده. شماره تلفنشو بفرست. هی سلام سینگا، راه خوب اومدی. من با اون دختر هیچ ارتباطی ندارم، اونو برش کنیم. اگه ارتباطی نداری پس چرا به تلفنش زنگ زدی؟ تو زن تو قایم میکنی و به همه میگی ازش طلاق گرفتی، اون وقت اومدی یه خبرنگار رو نجات بدی؟ خیلی دلسوز مردمی، اما من حساب تو میرسم. خیلی عالیه، خیلی. اگه میخوای این دختر زنده بمونه راجیو آزاد کن. باشه، اما فقط با ماشین میتونه برگرده. چرا؟ چون توی بازداشت پلیسه، نمیتونه سوار هواپیما بشه. ضمن زخمی هم شده. زخمی شد؟ ببینم از اونجا تا کاپاتنام چقدر راهه؟ 1400 کیلومتر راه قربان. ببین بهترین جایی که میتونیم تحویلش بگیریم کجاست؟ بهترین جا گراند هتل نادیو. هی سینگام 11 ساعت بهت وقت میدم. محل تحویلم هتل بزرگ نادیوه. میای اونجا و بهم تحویلش میدی. من هر 1 ساعت به افرادم زنگ میزنم، اون باید بیاد به سمت منم هر 2 ساعت به تو زنگ میزنم. تو هم باید به تلفنم جواب بدی و بازی در نیاری.
اگه بخوای سینگام بازی و زرنگ بازی در بیاری یه چیزی رو بهت قول میدم. جنازه این دختر، جنازه همکارات و جنازه زن تو همشون رو برات میفرستم. یادت نره. تو همین الان برو. نه کاویا خران چجوری؟ نگران نباش. خواهر کاویا فردا صبح از لندن میاد. ما اینجاییم، نگران نباش، تو برو. مالی میخوام سیگنال موبایلم فقط منطقه توتیکرن رو نشون بده. موقع حرکت ثبت کاپاتنام باید به همین تلفنم جواب بدم. نمیخوام رد تلفنمو بگیرم. یه کارت اعتباری از اون منطقه بخرید. به شماره سیم کارت پشت کارت نوشته برام بفرستین حل قربان. قربان قایق الان وسط دریا. قایقو برگردونید. سوارش کنید توی ماشین. باشه را بیفت. سوارش کنید و را بیفتید. من با هواپیما میرم کاپاتنام. شما ساعت 3 صبح میرسید نادیو. تا اون موقع من دختره رو پیدا میکنم. و شما با افرادت اون جیپو تعقیب میکنی. فهمیدی؟ بقیه‌شو تلفنی بهت میگم. قربان به دوست ویدیو سنگ بزن و جزئیاتو ازش بپرس. بله قربان. شما کجا هستین؟ AP31 AB4556. قربان راجیب رو رد کردیم. شماره ماشین رو تو تمام خروجی‌های شهر چک کن. من تا 1 ساعت دیگه میرسم اونجا. بله قربان. سینگام کجاست؟ فقط توی همون منطقه است. ما داریم تعقیبشون میکنیم قربان. قربان ماشینی که دنبالشیم از عوارضی رد شد. قربان بفهمم اون ماشینه اینه. بیارش جلو. این ماشین الان تا کجا رفتی؟ قربان دوربین همه عوارضی رو اینجا میتونین چک کنین. قربان اون ماشین هنوز از عوارضی آگراپولی رد نشده. پس حتما از همون عوارضی دوباره رد شده. تصویر ماشینای برگشتی رو نشون بده. قربان اون ماشین 8 دقیقه بعد دوباره برگشته. حالا باید چیکار کنیم قربان؟ انتقالش دادم به یه ماشین دیگه. تصویر ماشینایی که حدود ساعت 5 از عوارضی رد شدن رو نشونم بده. بله قربان. کدوم یکی از این ماشین از عوارضی قبلی رد نشده؟ قربان فقط یه آمبولانس از عوارضی قبلی رد نشده. این همون آمبولانسیه که 10 دقیقه پیش از عوارضی رد شد. از این عوارضی رد شده. آمبولانس درمانگاه مترو تراست. بیارش نزدیکتر. شمارهش. سینگام الان کجاست؟ الان توی توتیکرنه. بله قربان میتونم کمکتون کنم؟ راستش یه دختر بیمار گم شده. اینجا بستری شده؟ قربان اینجا یه درمانگاه کوچیکه. اگه بخواید نصف شب همه رو چک کنین مریضامون میترسن. کاملا حق با شماست. ممنونم دکتر. قربان این چه کاری بود کردین؟ اون دختره رو آوردین گذاشتین اینجا. پلیسا الان اومدن دنبالش. چی داری میگی؟ سینگام اینجا چطور ممکنه؟ برای چی دوباره اومدین؟ فکر کردیم پلیس احمقه؟ اینا اینجا گذاشتن که حرفاتو بشنوم. قربان ما رسیدیم تو عوارضی هست. منتظر دستورم باشیم. اونا دارن میان. برش گردونی. سینگام! سینگام! این دختر تو بیمارستانهای بیرون جاش امن نیست. باید بره بیمارستان کارخونه تا در امان باشه. باشه حتما ببرش. میگم همه چی آماده کنم. پروپوفول و مورفین رو با هم ترکیب کردن و بهش تزریق کردن. به خاطر همین ممکن نیست تا 3 روز دیگه به هوش بیاد. اما همینجوری ول کردنش هم خطر داره. ممکنه بره توی کما. خب باید چی کار کنیم که به هوش بیاد؟ از طریق دیالیز خون. من هماهنگ میکنم. باید اینجا رو امضا کنیم قربان. مراحل اداریه.
قربان آقای رامپرساد میخوام با شما صحبت کنم. داماد شما خیلی داره پسر منو اذیت میکنه. چرا این حرفا رو به من میزنی؟ پس اگه جسد دامادتون گوشه خیابون پیدا کردین هیچ گله‌ای از ما نداشته باشین. اگه داماد من جسد پسر شما رو گوشه خیابون با چه جرأتی اینجوری صحبت میکنی؟ قربان من پسر ندارم، 2 تا دختر دارم، از 120 میلیارد ثروتم نصفش مال اونه، اما اون این همه ثروت ول کرده و داره کاری رو انجام میده که حقوق 6500 است. پس بهتره به پسرتون بگین که تسلیم بشه. به قاضی بگو ساعت 10 شب حکم جلب رو میخوام. بله اما نگو حکم جلب کی. میخوام تمام صحبت‌های من با قاضی همه مدارک زنده پخش بشه. بگیر بیری چه قطار؟ این برای چیه قربان؟ ویدیو رو برسون خونش. من نمیرم قربان. من خیلی از افرادم از دست دادم، دیگه نمیخوام تکرار بشه. شما چی گفتی؟ گفتم برگرد. یه چیزی در مورد افرادتون گفتی. من فکر میکردم شما منو به خاطر اشتباهی که کردم دشمن خودتون میدونین. این خیلی برام مهم بود. وقتی رفتم سراغ ویتال خواستم اشتباهمو جبران کنم، اما با این کار شما رو دوباره به دردسر انداختم. شما واقعا برای مردم یه قهرمانی. ما همه دوست داریم شما پیروز بشین. ویدیا اگه من یه روز گریه کنم خوب میشم، اما من در حق شما همسرتون با اون مقاله ظلم کردم. لطفا از طرف من از خانمتون عذرخواهی کنید. I really didn't know. اون ماشین چه شده؟ قربان روشن نمیشه. برو تو. باشه داداش. اینجا یه ماشین قرمزه. خب برو تو. بریم پایین. شیرینی باز. هی گذاشتم داداش. مراقب باشین. آمبولانس خبر کنید. زود باشین. چرا اجازه دادین خبرنگارا بیان داخل؟ داخل؟ جزئیات این پرونده به رسانه‌های هیچ مشکلی ندارم. شما مشکلی دارین قربان؟ من چه مشکلی دارم؟ بفرمایید. پرونده چیه؟ مدرکی هم دارین؟ گوین راج. این چیه؟ اینا قراردادیه که با دانشکده‌های پزشکی برای دفع پسماندهی پزشکیشون بسته شده. اینا دست اون چی کار میکنه؟ تو هارد کامپیوتر بود که. الان رمزو برات میفرستم. این اسناد همه معتبره. راست همه این کارا ویتال پرساده و راجو کریشنا میتونه شاهد باشه. قربان سیستم رو هک کردن. چی داری میگی ویننسا؟ از طرف یه سیستم هندی انجام شده. اعتراف گرفتن پلیس اونم از طریق ویدیو قابل قبول نیست. در کنارشون قاضی و مامورای توتیکران هم حضور دارن. باش فوراً ممنوع خروجش کن. نباید از شهر بره بیرون. باید قبل از صبح دستگیرش کنیم. حتما. قربان میشه بگین چه اتفاقی افتاده؟ چی شده قربان؟ آقای رئیس اینجا نیستن. دستگیرش کنین. قربان آقای ویتال اطراف منطقه ناگر خاموش شده. نمیتونیم ردشو بگیریم. مطمئناً از شماره دومش به پدری زنگ زده. از اون طریق اقدام کنیم.
قربان بعد از ساعت 12 هیچ کس به وزیر عمران زنگ نزده. مارلی میتونی از طریق دستکاری سیگنال سیم کارت به شماره‌های توی گوشی دست پیدا کنی؟ بله میشه قربان. عجله کن. قربان اطراف شماره آقای وزیر شماره لندنه و به اون شماره از شماره استرالیا زنگ زده شده. با اون شماره ساعت 12 رو تو برج اسکیناگو روشن شده و درست نیم ساعت بعد از عوارضی اتوبان رد شده. مطمئنم که همین شماره است. اینو دنبال کن. تا 2 ساعت دیگه میرسه ویجیوادا. الان برای ویجیوادا پرواز هست؟ 1 ساعت دیگه است. قربان اون سیگنال داره از ویجیوادا حرکت میکنه سمت حیدرآباد. کاملا مشخصه که میخواد خودشو به پرواز مالزی برسونه. تقریبا 500 متر با سیگنال فاصله داریم. چیزی نمونده بهش برسین. جلوی من فقط یک کانتینر سیگنال از همونجا میاد. زود باش برو بغلش. زود باشیم بریم جلو. سیگنال از همین جا. برو جلوش. چی شده قربان؟ همه جاشو بگردین. ولی قربان قربان این بالا هم چیزی نیست. داخلش هم نمیتونم پیدا کنم. فقط 12 کیلومتر مونده. بعد میرسی تلنگانا. چه یه نفر داره به وزیر زنگ میزنه. چی داره میگی؟ بعدش دیگه هیچ کس نمیتونه کاری به کارت داشته باشه. صبر کن. این کانتینر 40 فوتیه مگه نه؟ بله قربان. وراج برو بالا و اون تو رو چک کن. برو بگیرین. لعنتی. قربان معاون کمیسر پلیس هستم. خوش آمدید. وایسین معاون کمیسر پلیس هستم. از کدوم شهر؟ از کاپاتنام. اون آندھرا پردشه. اینجا تلنگانه است. نمیتونیم اجازه بدیم. ببخشید یه مجرم داره فرار میکنه. خودمون بررسی میکنیم. اون ممنوع خروجه. چطوری داره میره؟ ما خودمون بررسیش میکنیم. لطفاً بریم بیرون. بیا کنار فوریه. آماده پرواز هستیم. حرکت میکنیم. چه خبره؟ یه ماشین توی بانده. جا رو ببین. نمیتونه بلند شی. یعنی چی؟ اینجا چه خبره؟
اون راهو بسته. کمک فوری لازم داریم. اینها این حکم جلبشه. این حکم ممنوع خروجیشه. من باید دستگیرش کنم. خیلی خوب، میتونین بریم. ای معاون کمیسر، مطمئن باش تا حالا پدرم و افرادش رسیدن کاپاتنا. به محض اینکه برسم اونجا در عرض 1 ساعت میام بیرون. بعدش هم میرم استرالیا. 1 هفته بعدم 2 تا کانتینر میاد هندوستان. یکی به کاپاتنام، یکیشم به توتیکرن. بعدش هر 2 تا شهر از اون نقشه هندوستان محو میشن و میرسن به مقصدشون. تو فکر کردی من تو رو میبرم دادگاه؟ تو راه یه دریاچه هست. این ماشین ترمز میبرو میفته توی دریاچه، میره زیر آب. ما نجات پیدا میکنیم. تو چون دستبند دستته غرق میشی و میری اون دنیا. چقدر دیگه مونده؟ 2 کیلومتر. سریعتر برو. کمک! کمک! نجات! کردی چون اسلحه داری میتونی منو بکشی؟ حالا میخوای چی کار کنی؟ اگه واقعا یه پلیس هندی هستی منو بزن!
شلیک نکن. از مرگ میترسی؟ گفتم دست از این کارا بردار خودتو تسلیم کن. نمیخواستی تسلیم بشی، میخواستی 400 تا کانتینر دیگه بیاری و کشور رو نابود کنی. مگه میشه ولت کنم؟ 32 تا بچه معصوم رو کشتی، اداره پلیس رو منفجر کردی، تازه تهدید میکنی که با 2 تا کانتینر شهر رو ویران میکنی. کسی که از روی خشم و عصبانیت خلاف میکنه اصلاح میشه، ولی کسی که به پشتوانه قدرت خلاف میکنه هیچ وقت درست نمیشه. وزیر عمران آقای رامپرساد از مقام خود عزل شد. حال شیرینی بازم خوبه قربان. الو؟ دارم ازدواج میکنم قربان. تبریک میگم. قصد ندارم براتون کارت دعوت بفرستم، شما هم اصرار نکنید که بیاید. دارم سعی میکنم تو مقاله ها فقط حقیقت رو بنویسم، به همین خاطر خواستم بدونی. الو؟ باید فوراً ببینمت. کجایی؟ الان میام. خیلی خوب. چی؟ باز یه شهر دیگه؟